بنده امیر فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا جشن تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. دوستان عزیز سلام، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که از طریق اپلیکیشن اینستاگرام با محسن افشانی در خصوص حاشیه‌های گذشته ایشون، اختلافات ایشون با روح الله زم و ساشا صبحانی و سایت‌های شرط بندی، پول هلما و ویانا صحبت بکنیم و به همه این حاشیه‌ها بپردازیم. پس تا انتها این برنامه رو دنبال بکنید. به نظرم موقع مناسبیه که ما بتونیم یه سری از حرفا رو بزنیم. سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای افشانی. شبتون بخیر، متشکرم. آقا آماده اید که آغاز کنیم لایو یا نه؟ بله بنده آمادم. یا آماده نبودم ریکوست نمیدم. درست گذارم. خب سری اسنادم من آماده کردم برای خودم که فکر می‌کنم یه سری از سوالاتون رو پیش بینی کنم در چه خصوصیه. به هر حال از نظرسنجی که تو کانالتون گذاشتیم متوجه شدم تو چه حوزه‌ای می‌خواید سوال بکنید. من یه سری از اطلاعاتی که خودم دارم و حتما خدمت مخاطبای شما و دوستان عزیزی که تو صفحه خودم هستن حتما لازم بوده که بگم میدم، چون احساس کردم کافی نبود آقای فردین. اون چیزایی که من در موردش برنامه ساختم یا استوریایی که می‌ذاشتم یا در واقع متنایی که منتشر می‌کردم خیلی فکر کنم جامع نبود که مردم گوش ندادن ببینن چه اتفاقاتی افتاده و توجیه باشه براتون. اتفاقی که هواشی که وجود داشت. اگر کامنت ها رو ببندید که بتونیم با کیفیت با هم صحبت کنیم. کامنت ها رو اجازه بدیم من ببینم چجوری باید ببندم. من کامنت ها رو نمیدونم چجوری باید ببندم. سه نقطه داره، سه نقطه. بله. سه نقطه رو بزنید میتونید هایت بکنید کامنت ها رو. بله بسیار. خب آقای افشانی کلاً بحث برنامه پشت پرده با شما از چندین ماه قبل آغاز میشه و اینکه ما به هر کسی که تبلیغ سایت‌های قمار رو شرط بندی بکنه لفظ فاضلاب میدیم، یعنی تعارفی نداریم. من اگر خواهر خودم و برادر خودم هم بخواد تبلیغ سایت شرط بندی بکنه این واژه رو براش به کار میبرم. این صرفه برای نمیشه که ما با کسی رو درواسی و تعارف داشته باشیم. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که آقای افشانی کلا فکر کنم متخصص امور ساخت حاشیه است در ایران، بعد به شما اسکار حاشیه بدن. حالا ما کاری نداریم، اما میرسیم به بحث این که شما اومدید نمیدونم با چه لحنی بگم، اومدید با خانومتون و علیشمس تبلیغ سایت شرط بندی بذار بگم لوکیبت رو کردید و از دید ما از اون سن افشانی شد فاضلاب. سلام. آقا یه سایت پیش بینی فوتبال هستش، علیش دعوتشو در آورده میگه معتبره. اونایی که کارشونه بلدن برن اونجا بازی‌ها رو پیش بینی کنن، فوتبال‌های داخلی خارجی، اوت دقیقه چند، همه اینا رو دیگه بلدید دیگه خودتون. برید اونجا پیش بینی کنید دیگه، پولش ببرید حلالتون دیگه، نوش جونتون دیگه. اما اقسام بازی‌های دیگر هم داره، میتونید برید بازی کنید. سایت کاملا معتبر، برید حدس بزنید و پول ببرید. من خودم رو پیش بینی فوتبالش حتما میرم. بریم. توضیح بدید که اصلا چی شد که شما سایت شرط بندی تبلیغ کردید و ویدیوتون هست عملاً. براتون بگم. درسته. اصلا اسما رو داری اشتباه میگی. قضیه اینجا بود که حالا من دونه دونه به موارد میرسیم دیگه، به خاطر اینکه من خودم مشکل دارم با یه سری از اخباری که شما منتشر میکنید، چون من و خدای خودم و یه سری از اتفاقاتی که اینجا داره میفته میدونیم چی بوده. اینکه شما میایید صحیح خبر منتشر میکنی و بدون اینکه سندی داشته باشی آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده، فقط بر اساس چیزایی که از داخل ایران به شما میرسه شما نظر میدی یا نفوذی ایران داری، کسایی هستن که به شما اطلاع میدن اما از اصل قضیه مطمئنم بی‌خبری. در مورد سایت‌های قمار که میفرمایید من اینو اول بگیم بعد دیگه بریم سراغ بقیه. سایت قمار سایت پیش‌بینی اولش به اسم سایت‌های پیش‌بینی فوتبال. اگر هم دقت کنید من تو دو سه تا استوری که گذاشته بودن نوشته بودن برید توی این سایت پیش‌بینی فوتبال بکنید. خب این ماسمالی بود دیگه، اصلا نوشته بود که بت. خب بت معنی شرط بندی میده. درسته. بذارید برسیم بهش دیگه. زمانی بریم من یه ادمینی دارم اسم آقای افتخاری، خیلی از دوستانی که تبدیل دادن به صفحه من یا صفحه سفید میدونن. زمانی که شما همین الان خودت دایرکت بده یا با صفحه خودت یا با صفحه یکی که صفحه هر کسی که میخواد تبدیل کنه،
ببین کی جواب میده. دو تا ادمین نشستن دارن جواب میدن صفحه منو ببین تو قرارداد یه مجموعه که ماهانه ما یه پول ثابت دریافت چقدر دریافت می‌کنید؟ چه ندارن چه نمیتونم بگم. این سفر یکی از دلایلی که سفرهای ما زیاد بود دبی ترکیه بود که نقداً من پول دریافت می‌کردم. حالا بگم مثلا صفحه من سفید با هم رو هم که چقدر بود قراردادش یه مبلغی بوده که توافق کردیم، چه استوری بذارن چه نذارن. اونایی که ما خودمون حضور نداریم یه مبلغ ثابته. اگر قرار باشه واسه افتتاحیه جایی بریم آقای افشانی استوری ها، آقای افشانی من قبول نمی‌کنم چون استوریا 24 ساعت تو کانال شما بود، یعنی خودت نگاه نکردی، خودت نرفتی تو اون سایت. چرا من قبول کردم. شما از مدت قبل اینور نگاه کردید تو صفحه من مثلا استوری تبلیغ پیش بینی فوتبال. بابا ما یه هفته یقه خودمون رو جر دادیم گفتیم ما افشانی داره تبلیغ واسه شرط بندی میکنه. درسته. چطور من با درسته من بعد از اون متوجه شدم. چطور من با ادمین صفحه مشخصه. گفتم اگر چیزی با عنوان سایت پیش بینی فوتبال یا قمار به بال قهوه سر کتاب تلس اینا بود هرگز انجام نده. با هر مبلغی دادن هرگز. چون گفتم اگر میخوای با قرارداد رو لغو کنی اینجا آبروی من اعتبار من توی کشور داره از بین میره. یعنی محسن افشاری تبلیغ آقا شما دست تو دست نمیدونم بغل تو بغل علیش مستشی تبلیغ میکردی سایت شرط بندی. آره بذار به اون میرسیم. عقیده شخصی من در مورد قمار و بت اینه. من لبنان رفتم کارت وی آی پی کازینو لبنان دارم. تو توریست بودم کارت وی آی پی رو دادم نیاز به ورودیه نبود. من خودم واسه تجربه واسه هر چیزی رفتم اونجا بازی کردم دیدم خودم موافق نبودم ولی لذتم بردم. بالاخره شانس بود دیگه. ما مهم اینه که ما الان داریم تو کشوری زندگی کنیم که اینجا ممنوعه. مثل ورود بانوان به ورزشگاه اینجا ممنوعه. من نمیگم درسته یا نه، اشتباهی یا غلط. شاید خیلی هم دوست داشته باشن قمار کنن، خیلی دوست داشته باشن تو سایت‌های پیش‌بینی و شرط‌بندی برن. کما اینکه بر اساس اطلاعاتی که خودتون هم دارین من تو کانال پیگیری می‌کنم خیلی ها هستن که زیر مجموعه این سایت‌ها هستن. من کاری به عقیده شخصی مردم ندارم که علاقه دارن بکنن این کارو یا نکنن. به نظر خود من دوست داشتم تو یک کشور یه روزگاری انجام بدم، اما بر اساس اطلاعاتی که شما دارید میدید، اطلاعاتی که خودم این اواخر کسب کردم اینجوریه که اینجا چون تو این مملکت اشتباهه چطور خیلی ها از اینجا سرمایه گذاری میکنن تو سایت های قمار به قول شما نمیشه پولش رو برگردونن. اگر یه موقع ببنن مثلا این سایت ها رو بزنن بره رو هوا نمیدونم سایت ها رو فیلترش کنن سایت ها رو نمیدونم اصلا کلا بره یارو بره پولو جمع کنه بره کی میخواد جواب اونا رو بده؟ کسی میتونه آیا شکایت کنه؟ من برم مثلا خب آقای افشانی شما الان این حرفا رو داری ببینید آقای افشانی من این حرف شما رو قبول دارم تا یه حدی، تا اینجا که شما الان که فهمیدی آقا همه چیز کلاهبرداری دادستانی ورود کرد داره اینطوری میگی. خب چرا یه هفته پیش دو هفته پیش یک ماه پیش از هنوز این مسئله قمار ورود نکرده، دادستانی تو مسئله من هنوز ورود نکرده، هنوز منو نخواستن. خب اما از یه جایی به من یه هزاریه‌ای دادن، یه سری از حسابای من بلاک شد. خب حالا من نمیدونم مربوط به قضیه پول جمع کردن بود، مربوط به داستان تبلیغ سایت پیشگیری بود. خب من مدارک خودم دارم، توضیحات خودم دارم، از گردن خودم باز نمی‌کنم. من بودم توی این ویدیو اما دلیل داشت. علیش مست دوست بچگی خانومم سوید بود، دوستای بچگی هم بودن. زمانی که ما رفتیم ترکیه بالاخره با علیش مست بودیم چند مدتی دیگه. علیش مست هم تبلیغ یه سایتی رو می‌کرد به نام هایپ بت. خب اون چیزی که شما گفتید اصلا لاکی بت نبود، اصلا اون موقع وجود نداشت. دوست خود من اونجا سایت بنفیتو داشت. خب دوست من سایت بنفیتو داشت. ما توی اون ویدیویی که با خانومم علیش مست گرفتیم پیش بینی فوتبال رو تبلیغ کردیم. میدونی بر اساس چه ایده‌ای؟ اینجا من میبینم آقای فردوسی پور تو برنامه‌اش میگه اگر فکر می‌کنید این میبره عدد فلان رو بزنید به فلان. آقا تو برنامه آقای فردوسی پور آقای افشاری تو برنامه فردوسی پولی رد و بدل نمیشه، یه پیامکی میاد و میره. خب یه پیامک میره. ارزش افزوده اون پیامک پولی نداره. به قول آقای فردوسی پور اجازه میدید ما قانع نشیم؟ بله. نه من یه سوال دارم. ما که با بیشتر شما گیر دادیم پنل 80 نمیدونم 073 همه این قطعا اطلاعات در مورد این قضیه زیاده. همینجوری هستش آیا مثلا من یه اسمس بدم میگم که مثلا من فکر می‌کنم ایران برنده میشه، میگم تصور من این بود، اما به هر حال منبع تامین جوایزشون از یه جایی هست. درسته همینجوری مثلا یه پنلی میاد اسمس جمع میکنه مثل اسمس ارزش افزوده که میاد طرف مثلا اسمس 50 تا تک‌تومانی 100 تا تک‌تومانی میده، میاد توی مسابقه شرکت میکنه تو حجم بسیار زیاد این اسمس مثلا 15 میلیارد 20 میلیارد تومان. ولی یک پایزه 5 میلیون. افشانی من فکر کنم شما دارید توجیه میکنی حقیقت. شما چرا زودتر از این معذرت خواهی نکردید؟ این سوء تفاهم من بود تا زمانی که اطلاعات رو کسب کردم و به اضافه یه سری اطلاعاتی که از خیلی از دوستان دارم. خیلی از دوستان که نمیگم الان من به خیلی از رفقای نزدیک خودم که میگفتن چرا این آقای
محمد جواد صبحانی داره این ویدیوها رو میده، گفتم به دلیل اینکه داره ویواشو میاره بالا، از خداش یکی مثل سینا رجلا در موردش حرف بزنه، از خداش سالومه بیاد براش پناه بره، از خداش من و تو بیاد، اون خانم ندا بیاد تو مانیتورهای پشتش تصویرش پخش کنه بیاد بالا. این خط، این نشون. اگر یک ماه دیگه تبلیغ نکرد، شروع تبلیغ سایت‌های شرطبندی برای یه سری از آدمایی که اینجوری درگیر حاشیه‌ان اینه. ببین من تو مملکت خودم راست میرم میام. اگر قشی داشته باشم، موردی وجود داشته باشه، الان منو آویزون میکنم، منو سراتا میکنم. حالا صبور باشید. من سایتی ندارم و دلیل دارم براش. آیه افشین، شما بعد از اینکه فهمیدید چرا معذرت خواهی نکردید از مردم بابت تبلیغ؟ من استوری گذاشتم، خودتونم تو کانالتون گذاشتید. خب بله، 3 4 روز پیش گذاشتید که ما هم گفتیم، اما شما یک ماه از به قول خودتون دارید تبلیغ نمی‌کنید. خب اصلا هیچی. من روزی که به این قضیه رسیدم و دیدم تب و تابش برای جام جهانی بسیار زیاد شده، باز من نظر خودم رو تحمیل به کسی نکردم، به مردم تحمیل نکردم. گفتم ببینید الان سایت‌های شرط‌بندی، قمار، فلان فلان، به نظر من کار اشتباهیه و حماقت محضه. اشتباه محضه. حالا اون کسی که دوست داره با حماقت محض خودش بره بازم شرکت کنه میتونه بره. من میگم اشتباهه. چون زمانی که به قول شما اینجا درگاه دارن، درست، اینجا شیشه پارس پی دارن، شارژ میکنن. من خودم بازی کردم، عکسم منتشر میکنم. من یه جایی از تخت نرد 800 900 هزار تومان برنده شد. بله آمارتون رسیده تو قهوه خونه آقای چیز اومده بودید بازی کرده بود، آقای هزینه رفته بودید تخت نرد بازی کرده بودید. اینا من آمارشو دارم. من خونه آقای هزینه هرگز نه خونش نه، من خونهشو نمیگم، رستورانشو میگم. بله رستورانش من رفتم، مشکلی نبود. رستورانش هم به همراه یکی از دوستام رفتم که اسمش اگر جلوتر مجبور بشم حتما میگم، چون با اون آدم رو نمک خوردم و میدونم درگیر این قضايا نبوده و نیست. اما اگر لازم باشه بابت براحت از خودم تمام اسنادی که ازش دارم رو میکنم. کی بوده طرف؟ میگم حالا بهتون میگم. جلوتر الان به شما تو این لایو نمیگم یا جلوترم نمیگم، اما اگر پاش بیفته و قرار باشه من زیر سوال برم همش، خب نه شما به عنوان کسی که دوست ببینید آقای افشین، شما به عنوان کسی که طرفدار دارید حالا به هر صورتی خب باید شفاف سازی بکنید برای مردم. حالا حتما من بعد یه بحثی باز بکنم که شما بخواید شفاف سازی بکنید. 100%. ببین من تا یه جایی تا یه حدی میدونم که رفیق من درگیر این قضايا. من به سبب اینکه آقای داوود غفاری افتتاحیه رستورانش گذاشته بود، من از طریق دوستم وارد رستورانش شدم. چرا؟ چون اون آقا یه شب همراه این دوستام محبت به تولد من محبت کردم. من کاری به حوالی داوود غفاری ندارم که چون عنوانش گذاشتن، محبت کردم تولد من اومد هدیه بود. خیلی هم لطف کرد. اما اون وسط این آقای محمد جواد صبحانی که میدونست من ناراحتم از این آقای وحید به خاطر اینکه من خانمم بیادبی کرده بود، پشته بود، بهش گفته بود که امشب تولدش رفت دستش این آقای محمد جواد صبحانی گرفت. یا ما دیدیم در باز شد اومدن موبایل تولد که خانم من ناراحت شد، گریه این چه تولد شد، این از این بعد اون از اون بعد چیه. داوود غفاری هم واسه دنبال رضا گرفتن از کی؟ از آقای وحید. حالا دوست خیلی اونجوری نبود که همگر بزنن بکشن. بله ساختگی بود که ما اسنادش هم گذاشتیم. آره در اساس اینکه می‌دونستم این دوست من اصلا درگیر این داستانا نیست و اتفاقی بود حضور من تو رستوران داوود غفاری. اتفاقی بود. شما می‌بینید نوشته آقای هزینه یک خانم دوستم به اسم گفتش که اینجا رستوران داوود هزینه است. خیلی هم پسر معرفت مشکی من کار حواشیش سایت داشتن تبلیغاش ندارم. خود داوود غفاری پسر با معرفت مشکی به منم نفعی نداره. پولی از بدن من رسید نچید. بسیار بچه مشکی با معرفت و این خبری هم که اومد تولد من خودخواهی کرد، محبت کرد، کلی از بیلوتخواهی کرد. من یه کاری به حواشی ندارم چون من رفت کنار زندگی خودش. اما این که حضور من اتفاقی جایی که بدونم کی سرشاخته تمام سایت داراست، کی سایت رو داره توکس میکنه به این بچه‌ها. یه سریاش هم تو کانال شما دیدم و چیدم که گفتین هادیه نمیدونم چی اینا گسترده داره فلان، اضافه شد به اطلاعاتم. بعد از همه اینا یه سری ویدیو شما منتشر کردید و من فهمیدم مثلا قضیه اینا چیه، چون خودم امتحان کردم. من بعد از اینکه توی اون سایت که برای دوست من بود ثبت نام کردم، بازی هم می‌کردم، با همون ایمیل خودم رفتم ثبت نام کردم تو سایتی که علیشما تبلیغ کرد بود، دیدم نوشته که اکانت شما موجوده. من 100% متوجه شدم همه اینا مال یه نفره. میدونید مال کیه؟ شما میدونید مال کیه؟ وظایف من نیست خوشحال کنم، اما وظیفه شماست که ژورنالیستی رسانه داری و اصلا پرونده‌ات روی کیس سایت قماره. من تا اونجایی که از خودم براحت بجویم و یه سری از آدما رو مطلع کنم که این کار اشتباهه، این کار غلطه نکنن یا هر چیزی دیگه، تا اونجا ورود بکنن تا
تا زمانی که من توی این مملکت دارم زندگی میکنم آقای فردین، تا زمانی که دادستانی ورود نکنه من نمیتونم یه سری از چیزا رو بگم، ممکنه برای خودم بد بشه. میدونی؟ خب یه نکته دیگه وجود داره. درسته. ببین دوستی شما با یه سری از افراد، خب که مثلا این افراد سایت پوکر داشتن، این افراد سایت فیشینگ داشتن. من اینجا میشناسمش. این عکس رو اگر شما بشناسید، بله این افراد رو میشناسید دیگه تقریبا. آره یاشار رفا. بله. چند تا از اینا الان سایت قمار دارن؟ اینا اون موقع اینا نمیشناختم اون موقع، اما این دوستمون پوریا، حالا نمیدونم واقعیش پوریا مهاجر، ایشون مهاجر. آره این بعدا من متوجه شدم یه سایت کازینوی چیز داره، سایت پوکر داره. من نمیدونستم. من اصلا نمیدونستم. میدونید که الان دستگیر شده خبرایی که بر اساس آشنایی با حامد شریفینیا به شاهد الان که لایو ما ببینیم. حامد شریفینیا یه شب دعوتمون کرد با نامزدش یه جایی منو سبی بریم. رفتیم اونجا، من پوریا مهاجر رو برای اولین بار اونجا دیدم. و اون آقا پسر توپل که میگفتن پسر یکی از سردارای محترمه که خیلی دور و بر امیر تطلوی چرخه. سردار؟ بعد اون پسر همون عکسی که الان نشون داد یه پسر توپلی ازش که به من میگید کدومشونه؟ یه لحظه. اگر خود پسر من هنگ کردم درگیر مجوز مثلا امیر تطلوی بود. دوربین در نگرده. من هنگ کردم گوشی. پسر مال کار امیر تطلوی بود. یه لحظه فقط وایسید. نه یه لحظه. سلام مجدد. هنگ کرد. شما عجیبه، شما تو کشورتون فکر کنم باید اینترنت خیلی پرسرعت باشه. من یه چیزی به اعتراف بکنم، من 3 تا گوشی دارم. نه یکیش داده یکیش هفته، الان جفتش هنگ کرد. ولی خب بسیار عالی. ادامه میدم. ببین من داشتم قبل از اینکه شما بیایید بالا من داشتم توضیح میدادم به مردم. من واقعا علاقه دارم به کارهای کنجکاو، اصلا کارهای پلیسی رو دوست دارم، علاقه دارم، آدم هیجانی هستم. ناخودآگاه تو مسیری افتادم که آدمای عجیب غریب دور و بر من بودن، ناخودآگاه. از همه‌شونم همه چی دارم، همه چی. این ادعای الکی نیستش. شما خودت در خصوص آقای زن فکر کنم دیدی من چیزی رو که گفتم رو میکنم و رو کردم و بیشتر از اون هم دارم، خیلی بیشتر دارم. آره میرسیم به اون قضیه. رسیدیم به جایی که این دوست ما ناخودآگاه ما رو جایی برد که من آره دوست گفتید که این آقازاده اکثر نشون بده. بله یه لحظه نشون بده. اون پسر اون شب اونجا بود که دوست یاشار رپو هم بود و بله وایسا اسمش رو صورتشه. این آقا رو شما میگی همین وسطیه که میخنده؟ حامد شریفینیا رو میبینی روش تک شده رو صورتش؟ این پسر توپلی که بغلش نشسته بین یاشار رفا و حامد شریفینیا. آره این آقا میگفتش که دنبال کار امیر حسین مقصودلو داره، مجوزش رو میگیره و اینکه حالا اون شب هم اونجا بود، من نمیدونم دوست کدوم از اون عزیزان بود، ولی من با یاشار رفا هم اونجا آشنا شدم که آنتالیا هم با هم دیگه بودیم. بله یکم شاکی شده بود از من آقای یاشار و پیام داد به حال ما برامون فرقی نمیکنه. خب این آقای پویا مهاجر رو شخصی هستش که سایت پوکر داره و الان فکر کنم دستگیر شده. این آدم شخصی بودش که سالها کار قمار و پوکر خونگی. نه بیرونه. به من یه 2 هفته پیش دایرکت داد، بر اساس یه موضوع دایرکتی داد، یه سوالی کرد. پوریا مهاجر. آره مشهد، من تا جایی که خبر دارم مشهد برده بودنش مشهد، حالا نمیدونم بود. من 3-4 ماه ازش بیخبر بودم، بعد یهو دایرکت دادم کجا بودی؟ گفت دنبالم بودم. من اونجا فهمیدم سایت پوکر داره، سایت آنلاین پوکر، سایت قوی هم بود گویا. بله خیلی هم پول خورده، خیلی قوی پول خورده ماشاءالله. تبریک عرض میکنم بهشون. ببینید میرسیم به بحث جنجالی‌تر و مهمتر ما، هلما و یانا که ما نه هنوز اون موضوع قبلی رو نبستیم. من توقع دارم اگر الان لایو مشترک رفتیم شما یه ژورنالیستی در مورد تک تک اینا شما اومدید. من به نظر من شما داری ماسمالی میکنید. شما خیلی هلما رو میگم، هلما رو میریم جلو، هلما رو میریم. اینا مدارکی که من دارم اینجا هستش. این رونوشت نامه من به آقای دادستانه. نه ببین بحث سایت شرط بندی شما داری ماسمالی میکنید. شما تو یه ماه پیش از مردم معذرت خواهی بکنی. چرا یه ماه پیش؟ کاملا قبول دارم. پیگیری کردم و دیدم کاملا اصلا اینجا جرمه. چه کسی که تبلیغ میکنه، چه کسی که بازی میکنه، چه کسی که سایتشو داره. به یه جایی میرسیم. افشانی شما یه پیج داری. ببین شما داری دنبال انتفاع من از اون سایت ها میگردی، درسته؟ یعنی من یه نفعی میبردم از همه اون سایت ها که یک ماه پیش نکردن این کارو.
خب وجود داره. ببین بحث عقل و خرد آدم هست. شما یه پیج داری که بیش از 600,000 نفر آدم این پیج رو دنبال میکنن. تا اینجا درسته؟ من خودم در صدا و سیمای استان‌های مختلف کار کردم. یه مثال ساده برای شما میزنم. در استان کرمانشاه که من چندین سال تو صدا و سیماش خبرنگار بودم، پربیننده ترین برنامه‌هاش در پرپیک ترین ساعت پخشش 30,000 تا الی 40,000 تا بیننده داشت. خب صدا و سیمای خوزستان در پرپیک ترین بخش خبریش یا به اصطلاح بخش خبری 1 رو به 11 صدا و سیمای خوزستان 30,000 40,000 تا بیننده داشت. مجموع این دو استان میشه 70,000 تا بیننده. خب حالا میانگین ما اگر 30,000 تا بیننده رو کل کشور در نظر بگیری، پیج شما معادل 12-13 تا صدا و سیما ایران ویو داره. خب پس شما اگر یه همچین پیجی داری و اینو در اختیار آقای افتخاری گذاشتی به عنوان ادمین خودت طبق صحبت‌های خودت، نباید این آدم یه دانشی داشت. به هر حال شما معادل 6-7 تا صدا و سیما 10-12 تا صدا و سیما، این آدم اینقدر دانش داشته باشه که بدونه چی رو باید تو استوریش بذاره، چی رو نباید بذاره تو استوری. خب بذار بگم. ببین اون مبلغی که من قرارداد بستم باشون، خب خیلی مبلغ خوبیه. یعنی من بشینم تو خونه هیچ کارم نکنم، نه فیلم بازی کنم، نه چیزی که الان 3-4 ساله نمی‌کنم، دارم اشغالام میکنم، پولمو در میارم. چرا؟ از مارکت مجازی، از تبلیغات مجازی. به من ربطی نداره چی تبلیغات میکنه تا جایی که به گردن من نیفته. من بعد از این قضیه با این آقا دیگه صاف و صوف کردیم که چیو تبلیغ کنید، چیو تبلیغ نکنید. من هیچ موقع تو مفاتیح قرار دادم نیاورده بودم، چون نمیدونستم قراره یه سری اتفاقات و تبلیغاتی که گردن خودم وسط باشه و اعتبار آبرو من بره چون میخواد بذاره. بعد از این قضیه من گفتم ببین سایت قمار پیش بینی اصلا شانسی این یا این هیچ کدوم، فال قهوه سرکتاب، این داستانایی که میان اون زیر نمیدونم تو تمام کامنت ها میبینی تبلیغ سایت صیغه یابی، اینا هم بذارید سایت صیغه یابی یا بیاید نمیدونم دایره یه کارت چارج 5000 تومانی، هیچ کدوم از اینا تبلیغ نکنن و نکردن دیگه. خب پس برا من نفت داشت که صفحه من و سویل پسوردامون دست اون آقا باشه. چه بسا ورود غیر مجاز سویل به ورزشگاه که با هم دیگه بودیم، صفحات ما گوشی‌های ما 5-6 روز دست قانون بود. از کجا صفحات ما دی اکتیو شد که شما گفتید صفحه‌اشو پایین کشیدن؟ آقای فرودی اومد گفت صفحاتش رو پایین کشیدن. دقیقاً ببینید این قضیه معادل شد با دقیقه و ثانیه‌ای که ما پیج شما داشتیم برای ریپورت. خب و پیج شما عملاً 3-4 روز نبود. خب 3-4 روز بود، یه روز دی اکتیو بود، اونم آقای افتخاری از دبی پیج سویل رو نجات داد. پیج من دست دوستان قانون بود، پیج من شخصا با تمام دایرکت اونور بود، اما صفحه سویل نبود، گوشیامون بود با اطلاعات داخلش که اگر چیزی بود. دستگاه امنیتی اطلاعاتی ایران خب اینستاگرامش رو به چه درشون بخوره بخواد دی اکتیو بکنن؟ نه اونا دی اکتیو نکردن. دستی مثلا علاوه امنیتی برای اونا نه اونا دی اکتیو نکردن. صفحه من دست آقای افتخاری بود. به این معنی اینی که دارم میگم داره ضبط میشه. اگر اون شعبه‌ای که به پرونده من رسیدگی کرده این توجیه منو توضیحات منو قبول نکنه، من الان باید تو باشم. الان باید برم تو. صفحه من کجا بود که دی اکتیو شد؟ گوشی‌های ما که دستشون بود. آقای افتخاری از اون ور، ببین من میتونم دایرکتامو اسکرین شات کنم، تمام اونایی که اومده بودن تبلیغات داده بودن هست، همش میگه سلام علیکم من ادمین صفحه‌ام و افتخاریام و تبلیغ چی داری؟ خب همه اینا موجوده. ضمن که قرارداد من با اون آقا موجوده، دوست مشترکی که ما رو با هم توی دبی آشنا کرد موجوده. حالا اینا رو بذار کنار. من بعد از اینکه فهمیدم این قضیه داشت میکنم که اشتباه بود، من برداشت خودم بخوام بگم، امیدوارم درست غلطش من نمیدونم. قرارم هست که ما اینجا با هم بحث چالشی بکنیم، نه من با شما دشمنی دارم نه پدرگوشی دارم، کاملا داریم با هم چالشی صحبت میکنیم و قضاوت رو مردم میکنن. پس بدونید که اگر من نه ببین خواهش میکنم آقای فردی، من مدت هاست قربانی قضاوت اشتباه مردم شدم. من از همینجا از مردم گله میکنم. مردم ها قاضی خوبی نیستن، مردم ما آدمای احساسی ان. تو الان لحنتو با من عوض کن، مردم میگن آ محسن افشاری کلا بردار. تو الان لحنتو با من مهربون کن، وایسا. من اصلا قاضی خوبی برای من مردم نیستن. من عاشق مردمم، دستبوسشونم، به خاطر مردم بوده که من شدم محسن افشانی. اما همین مردم ما خودشون میدونن تو زندگیشون چند نفر رو اشتباه قضاوت کردن. چرا من الان پوستم کلوف شده میخندم فقط با این حرفایی که میزنن، با این چیزایی که دارن منتشر میکنن؟ به خاطر اینکه من سالهاست عادت کردم به این حرفای مردم. من چیزی شما به دلم در واقع خدشه وارد کرده بود که گفتم اگر تو داری ادعا میکنی مثل زم نیستی، ژورنالیست واقعی تری، من میبینم داری به خیلی از مسائل رسیدگی میکنی، اما چرا در خصوص پرونده هلما یا امثالهم یه دایرکت به من ندادی بپرسی؟ من به عنوان ژورنالیست دارم از تو محسن افشانی میپرسم قضیه چی بوده، چرا یه طرفه اومدی یه سری اطلاعات گذاشتی؟ من از تو هم ناراحتم. ببینید آقای افشانی، ما
بحثمون بحثی بودش که شما بعد میمدی پاسخگو مردم میشدی. من اگه قرار باشه من روزی 20 تا موضوع رو بررسی میکنم مثلا میذارم، ولی الان که اینطوری نیست، من معمولا 2-3 تا موضوع رو بررسی میکنم و تا به نتیجه هم نرسه ولش نمیکنم و بوده این اتفاقات هم افتاده. اگه قرار باشه من به هر موضوعی میخوام رسیده بکنم، زنگ بزنم آقای فلانی بیا راجع به موضوع توضیح بده، نمیشه که من 24 ساعت بعد گوشیمو بگیرم دستم. ولی اینکه شما خودت بهتر از من میدونی قطعا میرندگان نه توضیح نده، نمیگم بیا از من توضیح بخوا. ببین ببخشید وسط کلامت قطع کردم. مجری شبکه دو فامیلیش هم الان یادم رفت که برنامه منو هلما رو پوشش داد که بعد از اون آقای رشیدپور تو برنامه حالا خورشید مجبور شده ارتباط زنده تلفنی با پدر محمد پرام طاهری بگیره، بگه تکلیف این پولا چی میشه اگر خدایی نکرده مداوا نشد یا از دست رفت. خب من سند دارم بابتش. ببین رونوشت نامم در مورد هلما رو با آقای دادستان با آقای جعفری دولت‌آبادی می‌بینی؟ برعکس ولی خب اوکی. الان میخونم. آره برات همین الان میخونم ببینید چی بوده. من موردی رو کشف کردم که شاهین صمدپور که میشناسیش قطعا، شاهین به من زنگ زد و بعد از تماس تلفنی ما تازه تلگرام فیلتر شده بود. من طی 4 تا وایس تلگرامی تمام اون چیزایی که از خودم باید دفاع میکردم و رسیده بودم به اون نکته رو براش توضیح دادم. شاهین صمدپور ورود نکرد. نمیگم اشتباه کرد ورود نکرد، کاش که ورود میکرد و به نکته‌ای هم که من اشاره کرده بودم رسیدگی میکرد. اون آقایی هم که شبکه دو برنامه گذاشت چی گفت؟ گفتش که آقای ببین اسم منم تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوعه، اسمم نگفت محسن افشانی پول جمع کرده، گفت آقای بازیگری. گوش کن، آقای بازیگری پول جمع کرده نداده، توضیحاتش این بوده. اون خانواده بیمارم اومدن مثلا گفتن که این پول حق بچه ماست، مردم شما قضاوت کنید. خب معلومه مردم چجوری قضاوت میکنن؟ بر اساس شایعات و حواشی که روح زم آمد نیوز امثال هم دادن بیرون، محسن افشانی کلاهبردار دوز پول بچه بیمار رو نداده. مردم رو این دارن نگاه میکنن دیگه. این که اومد این قضیه رو مطرح کرد، خب خود شما بهتر از بقیه میدونید که پشت پرده بود که قضیه اول ما این عکس رو منتشر کردیم از شما. ببینید اول رو پخش کردیم که همون لاکی بت. درسته. خب درسته. این بعد از اعتراض من بود به آقای افتخاری. گفتم شما یه الان چه توجیهی داری؟ 18 ساعت 12 و 15 دقیقه وقت محلی ما این عکس رو منتشر کردیم. یعنی تقریبا الان برج چندیم؟ 5-6 دیگه. آره. بعد میرسیم به مسائل جلوتر که اینها من مدام راجع به شما پست گذاشته بودم، توضیح دادم و وایس گذاشتم. همینجوری من اسم شما رو اینجا سرچ کردم بالا که میتونم پیدا بکنم. درسته. خودم. بعد اومدیم این عکس رو از شما منتشر کردیم و مدام نوشتیم. ببینید بعد نمیدونم خانواده هلما بود. بعد آره بعداً برای من رسید. ببین من کانال تو رو که نمیدونستم، بر اساس فوروارد کردن یه سری دوستا و آشنایان و فک و فامیل که این چیه من با کانالت آشنا شدم. وقتی یه خورده سرچ کردم رفتم بالاتر دیدم یک طرفه. ببین فقط شما صرف این که خانواده اون بیمار اومده با آمد نیوز یه سری وایساشو داده، چتشو داده، باهاشون مصاحبه کرده، خاله اون بچه حرف زده، یه حکمی صادر شده از طرف رسانه شما که محسن افشانی الان دزد کلاهبرداره. میدونی چی میگم؟ منم از این ناراحتم. منم الان امکان جز صفحه اینستاگرامم ندارم که توضیح بدم. ببینید بحث من برای شما باز میکنم. ببینید اولین رسانه ما اومدیم گفتیم آقا مردم ما یه نیتی دارن. خب من امین فردی این بارها شده آدمای زیاد اومدن گفتن آقا توی من دار امکانات مجازی یه صفحه تلگرام دارم، یه صفحه یوتیوب دارم. حالا به نسبت تلگرامم پربازی‌تره، اونم به نیت و لطف خیلی از دوستان بوده تلگرام من اومده بالا. این اینستاگرام منم که قرونش برم هر 2 هفته یه بار ریپورتش میکنم میارم پایین تا به شنیدن ندارم. احتمالاً خبرشم به خودت رسیده. من پیج نه نمیدونستم. چه کار شد این 5مین پیج منه. خب نمیدونستم. من پیجتو نداشتم. 5 بار پیج من ریپورت شده. اینستاگرام پس عملا ندارم و اینستاگرام بازم عملا نیستم و اگرم دقت بکنید خیلی کم پست میذارم، وقتش هم ندارم. و اومدیم گفتیم که آقا یه دوستان میگفتن آقا یه کمکی بکنید که مثلا فلانی کمکی بهش بشه. خانواده مثلا هلما اومد با ما صحبت کرد، ما اومدیم شماره حساب خودش رو گذاشتیم. ببینید اون مردمی که نیت دارن و میخوان به خانواده هلما کمک بکنن، خب کمک بکنن. ما که مشکل داریم آقا شماره حساب خودش رو میذاریم. اگرم به شما گفتن ببینید شما نمیدونم وکیل وصیه مثلا فلانی نیستی آقا پول از پیش من باشه. بذار بحثمون دوباره نشه. توضیح بدم از اول در مورد هلما. توضیح بدم. بله. اوکی. ببین قضیه اینجوریه. وقتی به من دایرکت میدادن واسه کار خیری شماره حسابی اعلام، من دلچرکین بودم. چرا؟ چون ببین یه وقتی به قول شما آدم دلش میخواد صدقه بده دیگه، یه کمکی بکنه. 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان میریزه، میگه من به نیت کمک دادم دیگه. درسته؟
اگرم خدایی نکرده اون کمکش نرسید، هیچ کس حال نداره بره دنبال 10,000 تومانش، بره شکایت کنه بگه آقا من به این حساب پول ریختم، میخوام ببینم کمک من رسیده یا نه. بچه به دنیا نبود عمرش، این پول من چی میشه؟ هیچکی نمیره دنبالش، باید هزینه دادرسی بده، باید پول تشکیل پرونده بده، نمیره، میگه من اون 10,000 تومان به نیت خیر دادم. اما یکی این وسط اگر بتونه این وجوه رو مدیریت کنه، کار خیلی خوبی میکنه. من نمیگم اون عقل کل منم، ولی من به این موضوع فکر کردم. از کجا؟ ببین فضای مجازی رو میخوام بگم چقدر کثیفه، چقدر عجیب میتونه آدما رو خراب کنه. قضیه یه خانواده ارومیه بود که گفتن 3-4 روز قبل از این گفتن آی خونش رو تخریب کردن و با اون 2 تا بچه سندروم دان بود. یادت اومد؟ یه خانم پیری رو با 2 تا بچه سندروم دان بیمار گذاشتن روی خونه خرابه‌ای، گفتن نگاه کنید شهرداری ارومیه اومده خونه‌شون رو تخریب کرده. تو 3 روز 60 میلیون تومان با سویل جمع کردیم. تو 3 روز از اینستام ما با پول نقد رفتیم ارومیه، با فرشاد احمدزاده جلسه گذاشتیم با آقای حضرتپور شهردار ارومیه. ما فهمیدیم قضیه اشتباه کلاهبرداریه. یک کسی با سوء نیت که هرسش گرفته بود، پول داده بود به شهرداری چیا، رشوه داده بود که شب تا صبح سقف بزنه، اومدن تخریب کردن، بهش فشار اومده اون خانم با اون 2 تا بچه رو گذاشته عکس گرفته داده تو فضای مجازی با عنوان اینکه ببینید شب عیدی پیرزن با 2 تا بچه مریض آواره کردن. من اونجا تلنگر شدم، گفتم ببین فضای مجازی دل ما رو به رحم آورد، ما پول جمع کردیم، مردم به نیت خرید خونه برای این پیرزن دادن، در صورتی شهرداری به وایسا میره ما رو صحبت می‌کنیم با اون که جداست، بس کاری نداره. وایسا میریم جلوتر به SMA میرسیم. من یه تومنو به اسم این خانواده برای اینکه مردم نیت داشتن به ایشون کمک کنن به عنوان هدیه دادیم به قیمشون که عروس اون خانم پیر بود، اون خانم پیرزنی که تو عکس بود دادیم. بقیه‌شو تبدیل به 180 تا کارت هدیه 300,000 تومانی کردیم، بردیم سر پل ذهب با پسر امام جمعه ایلام و چند تا از دوستاش و تیمشون، بردیم دم هر چادر دادیم که فیلمش هم تو در واقع اینستاگرام من هستش، تو اون هایلایتام هست، تو پستام هم هست. خب اونو دادیم. مورد بعدی چی بود؟ اومدم با بیماری به اسم SMA آشنا شدم که مهرداد میناوند تو صفحش علی کوچولو رو تبلیغ میکرد. گفتم 750,000 دلار برای یه بیمار خیلیه. گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. از 28 فروردین امسال شروع کردیم پول جمع کردن، رفتیم جلو. خب ببین من حالا بذار بریم جلوتر یه چیزایی رو بگم. اومدیم جلوتر رندوم مثلا با خانواده‌اش هم ما مطرح نکردیم، گفتم ببین ما می‌خوایم یه کمکی کنیم دیگه، سر و صدایی کنیم، وزارت بهداشت به تکاپو بیفته، یه کاری بکنه برای اینا. یعنی چی سازمان غذا و دارو این دارو رو به رسمیت نشناخته، تاییدش هم نکرده؟ مگه میشه یه بیماری که الان وجود داره شناخته شده به رسمیت شناخته نشه، دولت ردیف بودجه براش تعیین نکنه، اتفاقا نیفته؟ چیکار کردیم؟ خانواده‌شو ملاقات کردیم، دیدیمشون، گفتم من میخوام کارهای بزرگتر بکنم، من میخوام کارهای بزرگتر برای این بیماران. گفت باش. پول جمع کردیم. چرا روزای اول معترض نبودن خانواده‌اش؟ تا رسید به جایی که پول از مرز 100 میلیون گذشت. من با سویل ترکیه بودم، مادرش به من وایس داد، آیا افشانی سلام، ما یه دستگاه می‌خوایم برای هلما بخریم 14 میلیون تومان. گفتم خانم مگه اون اوایل نگفتین 14 میلیون تومان تو حساب هلما هست؟ و الان با توجه به که من معرفی کردم یه سری میان تو صفحه خود هلما به هلما کمک میکنن، نمیخوان اصلا تو حساب من بریزن. الان تبدیل به 70-80 میلیون تومان شده تو صفحه. شما مداوای ابتدایی رو باید از اون پول انجام بدین. من برای خرید 6 عدد اسپینوزا پول جمع کردم. مداوای این بیماران منوط به خرید 6 عدد اسپینوزا است، مگه نه؟ مگه نمیگن این 6 تا اسپینوزا که 700 وایسا که 750 دلار لازمه؟ وایسا ببین ما در مورد 10,000 تومان 20,000 تومان صحبت نمی‌کنیم امین فردین، ما داریم در مورد یه عالمه آدم صحبت می‌کنیم که 10,000 تومان 20,000 تومان 500,000 تومان 3 میلیون تومان ریختن. نه یه بحثی هست. من اصلا میگم آقا الان اینو گوش کن، نرسه به اصلا به 700 میلیون تومان، طرف به نیت نرسه اصلا به 100 میلیون تومان. مشکل چیه؟ وایسا بذار بگم که هلماها زیادن. چرا هلما؟ یعنی خانواده اون یکی بیمار نمیان بگن چرا آقای محسن افشاری برای بچه من جمع نکرده. من میگم یه کاری برای هلماها انجام بدیم، نه فقط اینکه پول جمع کنیم برای هلما. ببین هر نکته‌ای که من بهش رسیدم چیه، خودم ورود کردم به این قضیه. تا الان 4 تا خانواده‌ای که SMA داشتم بهم پیام دادن. هلما بوده، ویانا بوده، حسین بوده و تاها بوده، به من پیام دادن و به مرور به بعضیشون هم گفتم اجازه بدید یکم کانال مثلا همش جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه، هر 2 روز یه بار سه بار شماره حسابتون رو میذارم، کانال تلگرامیتون هم میذارم، گروهتون هم میذارم که مردم بیان سمتشون. خب هرگز این پول جمع نمیشه، هرگز جمع نمیشه. ببین 6 میلیارد تومان برای یک نفر مثلا شما کجا میدونید جمع آقا جمع نمیشه؟ برنامه حالا خورشید محمد پرهام طاهری رو بردن تو 2 روز 4.5 میلیارد جمع شد.
بله این اتفاق درستیه. از این 4.5 میلیارد تومان ها میتونه زیاد باشه، اما یه گوگل سرچ کن ببین سخنگوی سازمان غذا و دارو چی گفته. ما الان داریم در مورد بیماری صحبت میکنیم که داروش غیر قانونیه، چون درمان قطعی براش پیدا نکردن. ببینید مردم خیلی هم به من دایرکت میدن در مورد وایسا، در مورد بیماری هلما من گفتم، میگفتن آخه 4 میلیارد 5 میلیارد برای یه نفر، آیا نمیشه اون پول خرج مثلا 500 تا جایزیه بشه؟ وایسا ما بحثمون من میتونستم ببین یه بحثی واسه شما میتونی بری یه پست بذاری بگی آقا این شماره حساب برای کمک به هلما، یه پست دیگه بذاری شماره حساب دیگه بدی بگی آقا این شماره حساب برای کمک به ببین بحث بله دوست داشته باشه. من از همینجا رسیدم. ببین من فقط نکته من اینه، ببین من میخوام کلیه‌مو پیوند بزنم، 100 میلیون تومان لازم دارم. خب وقتی همه بیان دست به دست هم بدن، امیر فردین شماره حساب منو بذاره، چون من قراره کلیم پیوند بخوره دیگه، همه بیان شماره حساب منو بذارن، من اگر به جای 100 میلیون تومان 400 میلیون تومان تو حسابم جمع شه چی؟ بیشتر از اون حدی که نیاز داشتم جمع شده. وایسا من یه مثال ساده من دیدم اینه یه کسی باید این وسط باشه که مازاد اون پولو مدیریت کنه، یا اگر اون بچه مداوا نشد یا عمرش به دنیا نبود اون پول دست یه امین باشه. آقا امین من نه، یکی دیگه، نمیگم فقط محسن افشانی، ولی نکته من اینه نباید تو حساب خانواده‌شون باشه. من پاش وایسادم، نامه منو بذار من نامه‌ای که نوشتم به آقای جعفری دولت‌آبادی رو براتون بخونم. بذار بخونم این نامه رو. این نامه این رو نوشته نامه منه که ثبت شده توی دادگاه تهران. دادستان محترم تهران، برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادی با تحیات، احتراما به استحضار میرساند این جانب محسن افشانی در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای بیماران مبتلا به SMA به نوعی کلاهبرداری نوین احساسی برخوردم. این عنوان من دارم میذارم، ممکنه به خاطر این عنوان هم مجازات بشوم. بذار به خاطر اینکه من به یه نکته‌ای رسیدم که باید اینو من به گوش این بزرگانم برسونم. به نوعی کلاهبرداری نوین احساسی برخوردم که در این مدت مصاحبه‌ها و برنامه‌های متعددی که در آن حضور داشتم به وفور بر این مهم تاکید نمودم، اما گوشی بدهکار نبود. از 28 فروردین 1397 با عنوان خرید 6 عدد آمپول اسپینرازا برای یکی از بیماران مبتلا به SMA شروع به جمع‌آوری مبالغی از سوی مردم کردیم که در اثنای این امر متوجه شدم این دارو از سوی سازمان غذا و دارو تاییدیه ندارد و ورود این دارو به کشور غیر قانونی است. مبلغ یک دوره درمان غیر قطعی، گوش کن آقای فردین، درمان قطعی نیست، یک دوره درمان غیر قطعی این بیماران $750,000 می باشد، حدود 5 میلیارد تومان. ضمن این که تنها از پیشرفت این بیماری جلوگیری می کند. امین فردین این 6 تا آمپول هم بزنن بیارن ایران غیر قانونی، یه دکتری هم تزریق کنه که گردن هم نمیگیرن چون غیر قانونیه، یه دکتری قبول کنه تزریق کنه، اگر اینجا بخوان بیارن درمان قطعی نیست برادر من، از پیشرفت بیماری جلوگیری میکنه. SMA تیپ 1 الان 150-60 نفر داریم ما تو ایران، یعنی همشون تحلیل میره، مایچه‌هاشون عضلاتشون تحلیل میره. خب گوش کن، من اصلا با این چیزو کاری ندارم، من یه بحث دیگه رو باز کردم. میگم آقا اگه یه خانواده شما میخوای به نیت اون خانواده کمک بکنی، نه به نیت اون خانواده من کمک نکردم. من اینو ببینید، به نیت اون خانواده جمع نکردم. این عکس و این تاریخش معمولا این زیر میزنه. عرضم به حضور شما که 11/6/2018 تقریبا امروز 18 به من میلادی میخونم. ببینید یه بنده خدا این عکس رو برای من فرستاد، احتمالاً دیدی توی کانالم. الان منم با توجه به که لایو شما هست و خب این یه جنبه تبلیغی داره، الان شمارش افتاد و خیلی‌ها زنگ میزنن، خیلی‌ها کمکش میکنن. اوکی. تو کانالم هست، این عکس تو کانالم هست. یه بنده خدا این عکس رو برای من فرستاد و گفتش که واقعا تاسف میخورم توی مملکتی که دریای نفته باید همچی آگهی روی دیوار باشه. اصلا عین واقعیت و جملهش بود. بله ببین با من بحث سیاسی الان در مورد این قضیه که اینجا دنیای نفته و فلان و اینا رو نگو. ما الان داریم در مورد خودمون صحبت میکنیم. درست میگی، ما امثال اینایی که کلیه نیاز دارن زیاد داریم، امثال آدمایی که مثل هلما هستن زیاده. نتیجه برسم. خب بعد از اینکه من عکسو دیدم تصمیم گرفتیم بدون اینکه اصلا هیچ اتفاقی بیفته عکسشو بذاریم تو کانال، یه تحلیلی هم بزنیم. یه بنده خدایی به من پیام داد، گفتش که این خانم به خاطر 5 میلیون تومان پول می‌خواسته کلیه‌شو بفروشه. ما زنگ زدیم بهش گفتیم چقدر پول می‌خوای؟ گفته من با 5 میلیون تومان مشکلم برطرف میشه. 5 میلیون به من بدید من دیگه هیچ مشکلی ندارم. ما اون 5 میلیون همون 1-2 ساعت بعدش بهش دادن به این خانم. بعد یه شخص دیگه اومد به من پیام داد، گفتش که آقا این بنده خدا مشکل خیلی اساسی تره. ما اومدیم تو کانال زدیم آقا این 5 میلیون نیاز داره، لطفاً دیگه بهش زنگ نزنید و بگید بهش پول ندید دیگه، چون گفته 5 میلیون نیاز داره. اما بعدش فهمیدیم ای بابا مثل این که این آدم نیاز مالی بیشتری داره.
ببین ما بحثمون اینه که اگه واقعا آدم نیت داشته باشه که بخواد به کسی کمک بکنه، مستقیم شما رو طرفو میذاره. و ببین من و تو اون آدمی نیستیم بتونیم به همه کمک کنیم. ببین یه سوء تفاهم اینجا به وجود اومد که رسانه آمد نیوز هم اومد دم به دم این قضیه داد و خیلی بدش کرد. ببین اگر من این نکته رو خیلی مهمه دارم میگم و امیدوارم خیلی از صفحات بردارن، اگر یکی مثل آقای دایی، مثل بزرگوارانی مثل آقای صادق زیباکلام، مثل آقای خیابانی میان شماره حساب شخصیشون رو اعلام میکنن، این معنی نمیده که نهادهای خدماتی این مملکت اشتباه عمل میکنن. کمیته امداد داره کار خودشو میکنه، هلال احمر داره کار خودشو میکنه، چون اونا تیم دارن، اونا بررسی میکنن. آقا من تو جریان جمع کردن این پولا فهمیدم ما چقدر ضعیفیم. آقای علی دایی میتونه آیا به همه اونایی که نیازمند واقعیاً کمک کنه؟ شاید بتونه 500 خونه بسازه، ولی اگر تعداد خونه‌وارا 2000 نفر باشن و اون کسی که نیازمند واقعی تر خونه بهش نرسه چی؟ ما تیم تحقیقاتی نداریم، ما تیم پژوهشی نداریم. اشتباه کردیم. امثال منو، اینو به ضرس قاطع میگم، امثال من و آقای دایی و تمام هنرمندانی که پول جمع کردن اشتباه کردن با حساب شخصی پول جمع کردن، چون بدنامیش فقط برای ما میمونه، پرونده‌اش فقط برای ما میمونه. یه دو تا راه حل من میتونم به شما بدم. یکی اینکه شما میتونی بری خیلی راحت یه خیریه بزنی، بکنیش خیریه افشانی و مثلا سویل خانمتون، خب بری خیریه بزنی، چون فکر نمی‌کنم یا مثلا مؤسسه شخصی بزنی، حالا هر کسی دوست داشته باشه، یا اصلا یه ایده بهتر. ببینید شما اگه میرفتید با یه نفری که مشاوره بود مشاوره می‌کردید بهتر بود، میگفت آقا ما یه حساب مشترک باز می‌کنیم بین خانواده هلما و من، 2 امضا. این ایده بهتر نبود؟ هر پولی خانواده‌اش، اولا خانواده‌اش قزوین بودن، دو ما ایرانیایی هستیم که احساسی عمل می‌کنیم. من تو استوریم هست گفتم بسم الله الرحمن الرحیم این پول، این شماره حساب پول جمع کنیم. میدونی سری با نیت این که ما یک کاری برای بیماران اس‌ام بکنم. من بالای صفم هنوز هست سفیر بیماران اس‌ام. من سفیر انجمن اس‌ام نیستم که سری اومدن بیانیه دادن کلاهبرداری. محسن افشاری کلاهبردار است، او اصلا انجمن، او اصلا سفیر نیست. من گفتم سفیر بیماران اس‌ام، یعنی دارم صداشون رو به گوش همه میرسونم. من نیاز ندارم سفیر انجمنی باشم یا سفیر ارگان و نهادی باشم، نمیخوام. من نوشتم سفیر بیماران اس‌ام، چون بیماریشون خیلی بیماری عجیب غریبیه. میدونی اطلاعاتم کسب کردی. ببین من در جریان پول جمع کردن به نکته‌ای رسیدم که نکته مهمیه. بذار راحت و لاتی بهت بگم. ببین خانواده هلما فرزند قبلیشونم با همین بیماری اس‌ام از بین رفته. خب یعنی فوت کرده، فرزند قبلیشون هم مثل بیماری هلما رو داشته. تا اون موقع ناشناخته بود، نمیدونن اصلا اس‌ام، MSA، ASM، نمیدونن چیه. خب تا الان که گفتن اس‌ام اسپینرازا میخواد. اکثر خانواده‌هایی که فرزنداشون بیماری اس‌ام تیپ 1 دارن میدونن بچه‌ها از دست رفتنی ان. دور از جونشون، حالا امیدوارم معجزه‌ای بشه زنده بمونن. میدونن با تحلیل ماهیچه‌هاشون تنفسشون مشکل میخوره و بچه‌ها میرن. یعنی ببین اون خانواده چون خانواده‌شه و اون بچه عزیزشه، تو 10 میلیارد بهش بده خرج میکنه، تو 100,000 تومان بده عین 100,000 تومان خرج میکنه، کلیه‌شو در میاره خرج بچه میکنه. گوش کن امین فردین، مهمه این چیزی که دارم میگم برادر من، کلیه‌شو در میاره میخواد بچه‌شو نجات بده. اما چه اون خانواده‌ها 100,000 تومان خرج کنن، چه 3 میلیارد تومان خرج کنن، خرج بی‌دلیله برادر من. اون 3 میلیارد تومان خیلی اتفاقات مهمتری رو میتونه رقم بزنه. بذارید این مملکت یه راه قانونی براش باز کنه. بذار این دارو اگر درمان قطعی شد بیاره، بذار سازمان غذا و دارو اگر تاییدش کرد بیاردش. چرا سری جو میدین یکی مثل منی که دارم کار خیر میکنم سری میگن کلاهبردار دزد؟ افشانی شما میتونستی به اسم بیمارای اس‌ام پول جمع بکنی، نه به اسم خانواده هلما. بله درست میگی، اینو درست میگی. ببین اشتباه منی که پول جمع کردم الان میفهمم چه اشتباهاتی کردم، چون من با نیت خیر گفتم بسم الله، اما اون پول از مرز 100 میلیون تومان که گذشت، پدرش زنگ زد گفت یا این پولا رو بریزید به حساب خودمون یا دیگه کمک نکنید. ببین به آدم بر میخوره. من نمیگم کمک کار منو داره بی اجر میکنه، میگم یعنی چی؟ شما اگر نجات فرزندتون براتون مهم باشه دیگه فرقی نمیکنه برات پول تو حساب کی باشه. آقا اصلا فکر کن 3 میلیارد هم جمع شد پول تو حساب من نمیتونن بگیرن؟ قانون نداره مملکت؟ به قرآن داره. من بالای 100 تا پرونده دارم، اکثر شاکی بودن. من میفهمم که این مملکت قانون داره. خب یعنی چی پولو یا بریز تو حساب ما یا ادامه نده، یا پولو بریز تو حساب ما یا ادامه نده. گفتار خیلی مهمه. یه نکته بگم به دوستان، من همزمانی که شما دارید لایو ما رو میبینید تلگرام هم چک میکنم، اگر دوستان سوالی داشته باشن میتونم بپرسن، با توجه به اینکه ما کامنت ها رو بستیم به دلیلی که همه دوستان بتونن با کیفیت
سوالات لایو ما رو ببینن و دوستانم مادام با من دارن اینجا پیام میدن و سوال میپرسن، من میخوام بگم که واقعا دوستانم مشارکت دارن توی این لایو های افشانی که بدونید این قضیه. ببینید شما خط آخر این درخواست ها بخونم فقط. خط آخر درخواستی که به آقای جعفری دولت‌آبادی دادم. گفتم این جانب ضمن درخواست کمک از حضرت عالی به من موندم. من یه پولی جمع کردم. اون پول به نظر من نباید تو حساب خانواده‌اش یا انجمن باشه. قانون بگه بریز به حساب کمیته امداد، من میریزم. ببین کمک دست من مونده چون به نکته‌ای رسیدم که باید دادستانی محترم ورود کنه. آقای افشانی به 300 تومان نرسیده، 270 تومانه. این که روالای زن میاد دیگه میلیاردها تومان از پول مردم افشانی، این خیلی مسئله. خب این جانب ضمن درخواست کمک از حضرت عالی آمادگی خود رو جهت واریز کل آن مبلغ به حسابی از کمیته امداد یا هر نهاد خدمات دیگر با هدایت جناب عالی جهت کمک رسانی صحیح به نیازمندان واقعی اعلام می‌دارم. من نوشتم درخواستم آقای جعفری دولت‌آبادی که آقا شما اون پول بگه هر جا بریزم، ولی من به این نکته‌ای رسیدم اصلا آقای دولت‌آبادی دستور بده ورود کنن به این پرونده‌ها، بگن شما دیگه غلط می‌کنید پول جمع کنید، افشانی پول بریز به حساب خانواده علما، اما یه قانون درست‌تری بیان وضع کنن. کجاست این پولا؟ خارج کردم تو یکی دیگه از حساب‌های خودمه، یعنی تو اون حساب بانک تجارت نیست. ببین مردم سوال داشتن در مورد سود پولا. من یه چیزی بگم که برای مردم شفاف سازی بشه. شما وقتی یه شماره حساب میدی پول جمع میشه، سودش روی همون حساب اضافه میشه. بانک زنگ نمیزنه بگه آقای محسن افشانی بیا این یک ماه این پول تو حساب بوده، بیا این 4 میلیون تا 5 میلیون تومان که سودش بگیر برو. سود روی همون حساب اضافه میشه. و ما یه چیزی داریم میگن آقا رأسش، شنیدی دیگه این چیزا رو، آقا اون مبلغ از هر زمانی که جمع شده تو حساب من بوده، از شروعش تا پایانی که ما جمع کردیم رأسش، از زمانی که تموم شده تا زمانی که تو حساب من هست، سود اسلامیش بهش تعلق میگیره. درسته؟ من با سودش واریز میکنم، اصلا سودش به درد من نمیخوره. به قرآن امین فردی من به اون پول نیازی ندارم. من خیلی تو زندگیم پول دارم، من دارم اشغال میکنم، من از همین تبلیغات صفحات مجازیم که مارکت مجازیه خیلی پول درآوردم. من دارم میگم دیگه، من 3 سال فیلم بازی نمیکنم. این که مردم میان میگن محسن داره از پول مریضا میخوره، این عین قضاوت نادرسته. خوشحالم نه اینکه مردم گناه منو بشورن اونا گیر بیافتن من بگم من بار گناهانم داره سبک میشه، ولی خوشحالم که دارن قضاوت اشتباه میکنن، چون قطعا یه روز با سند من بهش ثابت میکنم تمام اون فکر اشتباه بوده. کردید نگران داشتید تو حساب بمونه. چرا پول از حسابتون خارج کردید؟ اون موقع سودای بلاک کردن حساب هنرمندا بود. من از اونجایی که احساسی شروع کردم گفتم که ما پول نقد دستمون باشه. عین این توضیح به خانواده علمام دادم، گفتم من پول از حساب استخراج میکنم، عکس چک‌ها میذاشتم و آنلاین با مادر علمام در تماس بودم، یعنی براش دایرکت میکردم توی پیجش که ببینید انقدر شده انقدر شده انقدر شده، اس ام اس ها رو من یه وقتایی میذاشتم انقدر شده. یه نکته هم از کانالتون برام فوروارد شد خیلی جالب بود، 1000 تومان یا 10000 تومان از حساب کم شده بود. بله من خودم درسته گذاشته بودی. به جان مادرم نمیدونم چی بود، به جان مادرم نمیدونم، اصلا دست به اون پول نزدیم. من رفتم حتی بانک بگم آقا این چی بوده، گفت شاید پول اس ام اس سالیانه بوده 10000 تومان کم شده. به جان سویل زنم، به جان مادرم من اصلا دست به اون پول نزدم. حالا این که حساب پول کل اون پولی که برای هلما جمع شده بود و کامل خارج کردم به دلیلی که بعدش برای ویانا جمع کردم. به قرآن پدر ویانا اومد دایرکت داد که ما حرفای شما رو قبول داریم، به ویانا کمک کنید. به جان مادرم قسم. من برای دوستان دیدم که داستان این عکس بود که اینجا مانده 84 میلیون و 79 هزار تومان بود، اینجا شده بود فکر می‌کنم 1 میلیون وارد شده، 84 میلیون و 370 از 300 اینجا 400 بود. اینجا من می‌خوام به دوستان بگم که داستانو بدونن که چی بوده، دوستان خواستشون نباشه. خیلی جالب بود. سویل برای من فرستاد، گفتم خیلی عجیبه چون اصلا کسی دسترسی به اون کارت نداره و پول ویانا رو که ما جمع کردیم از اون روز تا الان اصلا دست به پول ویانا نخورده چون پولی خارج نکردیم. ترانزکشنش میفته دیگه، یعنی ترنوور حساب مشخص میکنه که آقا پول رفته ولی خارج نشده. یه چیز جالب بهت بگم، همین امروز تو شورای الاختلاف ناحیه 2 من باش رسیدگی کردم، یه خانمی سرویسش به من زنگ زد گفت آقا افشانی من به سختی شماره شما رو از بانک گرفتم نمیدادن، من اومدم 5000 تومان بریزم به حساب همون برای ویانا شده 500,000 تومان، اشتباهی 500,000 تومان ریخته بود. گفتم خانم به جان مادرم من نمیتونم از اون حساب برای شما بریزم ولی راهنماییت میکنم، این شماره ملی منه، اسکرین شات هم میکنم میفرستم برات، این شماره ملی منه که زودتر برسی چون من سنا دارم، رمز سنا دارم، اس ام اسش برام میاد. برو شورای الاختلاف اونجا درخواست سازش بکن، بگو آقا طرف من است، من اشتباهی پول به حسابش ریختم که من با یه سند قانونی از شورای الاختلاف برای شما 495,000 تومان بریزم. همین امروز 495,000 تومان براش ریختم.
اما اگر فردا یکی مثل تو بیاد دست بذاره روی این موضوع بگه آقای افشانی چرا الان 13 میلیون پول تو حسابت بود، چرا یهو شد 12 میلیون و مثلا 500، من چه جوابی تو باید بدم؟ یکی مثل خود دست میذاره روی این موضوع، محسن افشانی 500,000 تومان 495,000 تومان برداشته، من با سند قانونی باید ثابت کنم که آقا این پول بر اساس این شماره پرونده توی دادسرا ناحیه توی شورای حل اختلاف ناحیه 2 پول ریخته. فکر میکنی اگر من اینو انجام نمیدادم مردم قبول میکردن؟ به قرآن که قبول نمیکردن. تو خودت یکی از کسایی بودی که دست میذاشتی که این 495,000 تومان چی شد؟ آدم دیگه میترسه داره پول مردم رو جمع میکنه، مسئولیت داره. شما میتونستی حساب مشترک بکنی. خیلی اینجوری نگو. بله میتونستیا زیاد بوده. آقای علی دایی هم میتونست حساب مشترک با هلال احمر باز کنه یا با کمیته امداد باز کنه. از این میتونیما زیاد بود. ما اون لحظه که داریم احساسی عمل میکنیم هیچ موقع به این میتونیما راههای دیگه‌اش فکر نکردیم. الانی که بابت قضاوت‌های مردم فحاشیشون یا داستان کلاهبرداری و دزدیشون برخورد کردیم، گفتیم ببین یکی میاد ثواب کنه، مردم اینجوری کبابش میکنن، نمیدونن یه سری رسانه‌ها با قرض ورزی، نه رسانه تو، با قرض ورزی یکی مثل روح الله زم اومده گفته محسن افشانی کلاهبردار دزد، که به اونم به قول تو میرسی که چرا اصلا اومد پوشش داد، چرا من تا میام هر قسمت برنامه رو میدم بالا سری دوباره یه ویدیو میذاره تو کانالش محسن افشانی بازیگر شونه تخم مرغ همچنان داره فلان کارو میکنه. اینو مردم نمیدونن، تو که ژورنالیست میدونی، من که میدونم نیتش چیه میدونی. من به این نکته برسم. آیه زعم از جای اختلافش با شما شروع شد که سر همین قضیه هلما بود، ولی خب مثل اینکه اونجوری که مشخص هستش اختلاف شما از قبل ترها بود و خدای زعم چه 1 ماه و نیم پیش وقتی با من تلفنی هم صحبت کرد یه سری صحبت‌ها کرد، حالا به هر حال صحبت خصوصی بین من و ایشون بوده، من اجازه ندارم جا باز کنم. اما ببینید شما یه ویدیو توی ماشین مطرح کردی. دوستای گلم اگر دقت کرده باشین من چند روزی هستش که برای کمک به هلما نه پستی گذاشتم نه استوری گذاشتم و نه دیگه تبلیغی کردم. طی مکالماتی که با خانواده هلما داشتیم اعلام کردن که چرا شما شماره حساب خودتون رو میذارید، چرا اون پولا تو حساب ما نمیاد، تو حساب هلما نمیاد. شما فکر کنید 3 میلیارد 4 میلیارد تو حساب پدر مادر هلما رفت یا پدر مادر اون بیمار رفت و اون بچه مثل روحام عزیز مثل علی کوچولو نجات پیدا نکرد. تکلیف اون پولی که تو حساب خانواده‌اش چی میشه؟ ببینید به هر شکلی این بچه‌ها اگر این 6 عدد داروی اسپینرازا بهشون نرسد هر نوع درمان دیگه‌ای بیفایده است. شما فکر کن یه بیمارستان میگه ما 300 میلیون میگیریم، خب چیز میکنیم مثلا بچه رو تحت پوشش بیمه میذاریم و مداوا میکنیم. چه بیمه ای وقتی قیمت جهانی این دارو 750,000 دلاره؟ حالا من به این نکته برخوردم. روحام عزیز فوت کرد، علی کوچولو عزیز فوت کرد. تکلیف اون پولایی که مردم به نیت نجات اون بچه ریختن چی میشه؟ این 100 خورده ای اصلا 2 میلیارد جمع شه تو حساب من. فکر کنید این 2 میلیارد تو حساب خانواده‌اش باشه. چه فایده داره وقتی نشه اون 750,000 دلار تامین بشه و اون داروها رو خریداری کنیم؟ اگر خدایی نکرده عمر هلمای عزیز به دنیا نبود، کی میاد جواب بده که اون پولایی که به نیت نجاتش ریخته شده چه اتفاقی میفته، چه بلایی سرش میاد؟ ما گفتیم همت عالی میکنیم، پول جمع میکنیم برای خرید 6 عدد اسپینرازا. تمام مکالمات من و مادرش و پدرش هم ضبط شده است. حالا چرا خانواده‌اش میگن نه باید تو حساب ما باشه؟ من ازشون سوال کردم چه فرقی داره پول تو حساب من باشه تا زمانی که تامین نشده؟ به لحاظ قانونی هم قابل پیگیریه. یعنی دادستان محترم اگر دستور بده در مورد ورود و خروج پول تو اون حساب استعلام کنن از بانک، میاد میگه مثلا آقای فلانی خانم فلانی اینقدر پول به نیت این بچه تو حساب شما جمع آوری شده، این پولو چیکار کردید و برای کی دارید خرج میکنید؟ سند نشون بدید، مستند بیارید برای ما چیکار دارید میکنید. مثلا میگم برای فلان بیمار عزیزمون ما اینقدر پول جمع کردیم عمرش به دنیا نبود، این پول دست ما امانته تا برای یه بیمار دیگه هزینه کنیم، نه اینکه اون بیمار عزیز از دنیا بره عمرش به دنیا نباشه و مداوا هم نشه و 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد تو حساب خانواده‌اش بیکار بمونه چون مردم اون پولو به نیت مداوای اون بیمار دادن. الان ببینید اون پولی که تو خانواده اون مرحوم عزیز رفته کی میتونه در بیاره بگه واسه خرج مداوای بیمار دیگه؟ هیچ کس. من نه به انجمن اعتماد دارم نه به حساب شخصی خانواده‌اش اعتماد دارم. من امانتدار پول تک تک شما مردم عزیز هستم. شما به نیت مداوای هلما ریختید چون اون 6 عدد اسپینرازا به هر شکلی لازمه. تکلیف اون پولایی که تو حساب خانواده بیماران میره نامشخصه. من سوال دارم اگر تو حساب روحام عزیز پول رفته خانواده‌اش چیکار میکنن با اون پولی که مردم همت کردن جمع شده؟ تو حساب علی کوچولو رفته مداوا نشده فوت کرده، تکلیف اون پول چی میشه؟ آقای دادستان عزیز آیا نباید شما پیگیر این موضوع باشید؟ آیا این حق و ناس نیست؟ من 10,000 تومان ریختم به نیت کمک به اون بچه عمرش به دنیا نبود و رفت. تکلیف اون 10,000 تومانی که من به نیت خیر ریختم چی میشه؟ ما می‌خواستیم یکی رو نجات بدیم، نه اینکه اون پول بیکار تو حساب خانواده‌اش باشه و اون بچه هم از دنیا بره. لطفاً پیگیری کنید. من به عنوان یه شهروند به این موضوع رسیدم و آقای دادستان عزیز باید تک تک این اتفاقات رو گزارش بده. باید در مورد همه اینا
تحقیق کنه و جوابگو باشه. برای بیماران SMA که هزینه درمانشون انقدر سنگینه باید یه برنامه مدون باشه. مردم عزیز لطفاً به هر حسابی پول نریزید، ولو اینکه پدر و مادر اون فرزند بیمار باشه. یک نفر از هنرمندا یا ورزشکارا باید وجود کنه بگه یا علی من هستم، من بالاخره یه وجه اجتماعی دارم، من اعتماد مردم رو راحت‌تر میتونم جلب کنم. اگر شماره حساب خانواده مردم رو به راحتی اعلام میکنید، پول تو حسابشون میره، کی میتونه جواب پس بگیره ازشون؟ یک نفر برای هر بیمار کاندید بشه، شماره حساب خودشو بذاره همراه خانواده‌اش باشه که سوالی برای مردم به وجود نیاد، که حق و ناسی صورت نگیره. اگر به دنیا نبود عمرش، اون پول دست همون نماینده باشه که بتونه برای کسی دیگه ای هزینه کنه. برای اینکه قشی تو این مورد وجود نداشته باشه و سوالی برای مردم وجود نیاد و حق خوری نشه، این انسانی ترین شکل ممکن، بی حرف و حدیث ترین شکل ممکنیه که میشه اتفاق. اون پول اگر تو حساب هر شخص دیگه ای باشه بی دلیله. آقای مدعی العموم لطفاً پیگیری کنید. اینم بخشی از نظام اقتصادی این مملکته. که بحث اون گفت به آقای زم گفتی خانوم و بعدش هم اومدی به نوعی معذرت خواهی کردی از مردم به خاطر اینکه لفظ خانوم. اما یه چیزی تو اون ویدیو گفتی من خیلی ناراحت شدم. نه من، تیم من، نه تیم من، خانواده هلما، نه تیم خانواده هلما، مردم هم یکم ناراحت شد. شما گفتید که اگر اون بچه فوت بکنه تکلیف این پول چی میشه؟ توی ویدیوتون گفتم اگر بچه نجات پیدا نکنه یا خدایی نکرده عمرش به دنیا نبود تکلیف اون پول چی میشه؟ اگه محسن افشانی عمرش به دنیا نبود تکلیف پول چی میشه؟ ببین اون پول، بله درست داری میگی، همه آدما میتونن عمرشون به دنیا نباشه، خب ولی ببین آخه یه سری چیزا رو واقعا نمیشه گفت. الان تعداد کسایی که مثل هلما هستن زیاده. تکلیف اون پولی که تو حساب خانواده علی کوچولی بود چی میشه؟ خانواده خودش بود دیگه. اون پولی که وایسا ببین من یه وجهی دارم امین فردین، من یه عقبه‌ای دارم، من یه کسی هستم که مردم به اعتماد من پول ریختن، من نمیام دست به اون پول بزنم. درسته اگر عمرم به دنیا نبود قانون میتونه دست روش پول بذاره، دست رو اون پول بذاره، درسته 100%، چون خانواده منم خانواده با وجدانیان. میگن آقا اینقدر پول جمع کرده، شما ببینید تو این حساب، من یه حساب منحصر به فرد معرفی کردم و به کل خانواده سپردم آقا این فقط برای کارهای خیریه است. نه من از این تاریخ ازش پول برداشتم، نه خودم پول ریختم، ضمن اینکه خودم پول ریختم از یه حساب دیگه هم توش به نیت هلما و ویانا پول ریختم. خودم اولین نفری بودم که پول ریختم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خودم اولین نفر بودم. حالا داداش این 200 300 میلیونی که تو اون حساب جمع میشه، اون چیش به من، اون برای چی من؟ ولی یکی مثل علی کوچولی که تو حسابش میلیاردی جمع شد و بچه فوت کرد، یکی مثل سید روحام که میلیاردی جمع شد بچه فوت کرد، یکی مثل محمد پرهام طاهری 4 میلیارد جمع شده. ما انسان‌ها وسیله هستیم در اینها. خب ببینید به هر حال من پیشنهادم با این حرف خودتو گول نزن، با این حرف خودتو گول نزن، ما وسیله ایم، ولی عقل آدم اگر کار بیفته میتونه مدیریت کنه. داداش من نه، همین فردین تو بیا شماره حسابتو بذار وسط. من میگم خود خانواده ها نه، خود خانواده ها نه. یه لحظه من یه چیزی که من دارم لایو برام چیزا میاد، اینو میخونم براتون. نوشته من از عراق $200 فرستادم رو حسابش به نیت هلما. آخه بگو به حساب خانواده‌اش باشه. بعد نوشته که حالا به حال نوشته که من توهینا رو بالاش نمی‌کنم، چون میگم توهین نشانه ضعف، کسی اجازه نداره به کسی توهین بکنه. خب ببین مثلا میگم من ببین یه قشری از مردم میگیم آقا 5% مردم، نمیگیم 99% مردم، 5% اون مردم میگه آقا ما نیت هلما پول ریختیم به حسابش. مثلا اومدیم به نیت ویانا پول ریختیم به حساب. خب آقا ببین من یه بریم عقب‌تر یه خورده. مگر نه اینکه نیت اون آدما بهبود اون بچه است؟ همینجوری که نمیریزن صدقه بدن، میگن بهبود پیدا کنه بچه. من خودم پول ریختم به امید اینکه انشالله هلما و هلماها بهبود پیدا کنن. وقتی علم بیشتری پیدا کردن به این بیماری گفتم آقا بیاید یه کاری کنیم منطقی تر. اگر اون ببین به قرآن مجید دایرکت دادم، بچه‌م میگفتش که من امروز تو مدرسه‌ام خوراکی نخوردم که این پولو به هلما کمک کنم، اون یکی میگه من امروز فلان کارو نکردم که این کارو بکنم، من کلا 10,000 تومان تو حسابم، ببخشید 5,000 تومان دارم میریزم. بابا یه سری آدما نصف زندگیشون رو اون روز پول ریختن به نیت اینکه یارو مداوا شه. بله پولو بریزن نش. آقا من حرفم اینه، یکی عقلشو به کار بندازه این وسط. خواهش میکنم آقای دادستانی ورود کنن که یک قانون مدونی برای این بیماران. ببین انجمنشون 12 سال داره فعالیت میکنه، من نمیگم انجمن کاری نکرده، بیماری تا الان خوب نکرده، تا الان بیماری از انجمن SMA خوب نشده. خب به این دلیل من میگم من خودم به انجمنش اطمینان ندارم، ولی بگو پول بریز کمیته امداد. نمیتونم شخصی بریزم. فردا اگر قاضی پروندی بیاد بگه آقا شما بیخود کردین پول ریختی،
آقای زن منتشر که یه جزئیاتی راجع به هلما گفتید که من فردا روز اگه دادستانی ورود بکنه دیتیل و جزئیات حساب رو منتشر میکنم. بله خب بله خب خانواده هلما هم اگر حالا من هلماها رو مثلا زیادی بخوام بیاریم وسط کمک بکنم، خانواده هلماها اگر فردا روز خدایی نکرده ایشالله بچه‌شون سر حال باشه و ما بتونیم عروسیشون هم خود بیارمشون مثلا اروپا حالش رو ببره. اگر این خانوادهش ببینید بچهشون عمرشون به دنیا نباشه، خب خیلی راحت اینا باید بیاد دیتیل و جزئیات حسابشون رو منتشر بکنن که چقدر خرج شده، چه شده. و ببینید اون خانواده با توجه به اینکه همه این اتفاقات داره رسانه‌ای پیش میره، خب ما داریم حرفمون اینه، میگیم با توجه به اینکه همه اتفاقات داره رسانه‌ای پیش میره، این خانواده هیچ وقت نمیاد اعتبار خودش رو خراب بکنه که پولو بکشه بالا. اگه کرد خب من حرفم اینه اگه کرد آقا 24 میلیارد داره به اسم بچه جمع میشه. میگه مردم وایسا، من میخوام ببین، من دارم همونجا نکته خودتو دارم میگم. اگه کرد چی؟ مردم نمیگن آقا ما این همه همت عالی کردیم 4 میلیارد جمع کردیم بچه کشته نشد، اون 4 میلیارد خودش کارت. شما یه سوال از شما دارم، شما میتونی خیلی راحت یه نظرسنجی بذاری توی کانالت، خب یا تو پیجت، بگی آقا من این پولو بدم در اختیار خانواده‌اش، خب یا بدم دست دادستانی. اگه مردم گفتن خانواده‌اش، شما میدی به خانواده‌اش؟ یه وقتی ممکنه مردم اشتباه کنن. نمیگم من دارم درست، من میگم آقا من دارم میسپرم به دادستانی، برادر من بالاتر از این دارم میسپرم دست قانون، قاضی. میگم شاید منم اشتباه کنم، ولی من به نکته‌ای رسیدم، من به نکته مردم چون احساسی عمل میکنن میگم بده به حساب خانواده‌اش. خب ولی من میگم آقا یه مقدار عقلتون رو به کار بندازین، باید اون پول جای درست بشینه. اگر قرار هلما مداوا بشه، جای درست هلماست. اگر قرار نیست مداوا بشه، حداقل اون پول برسه به 400 تا جایزیه. داریم در مورد 5 میلیارد تومان پول صحبت میکنیم. امین فردین ارز تخصیصی بهش تعلق نمیگیره. الان باید با دلار 7 8 تومانی بردارن 750,000 دلار رو بیارن، میشه 5 میلیارد تومان. برادر من حرفم اینه، دادستانی ورود کنه. میگم منم نه، من یه نکته‌ای کشف کردم و به اون نکته هم الان ایمان دارم. آقای دادستان اگر ورود کنه به این موضوع خیلی خوشحال میشم که آقا تکلیف این من چرا برن بعد آریزه حساب بیارن. ببین اگر تا پیش از اینکه خدایی نکرده بچه از بین بره اون پولو به هر شکلی خرج کرده باشن، بعد بیان بگم ما مداوای بچه کرده بودیم، ما خرج مداوای بچه کرده بودیم، قشی توش وجود داره. تو میدونی یکی از آقا به هر حال آقا ببینید مثلا یه بیمارستان دیگه، یه خرج دیگه. یه نکته‌ای رو بذار بگم، یه نکته‌ای رو الله زم گفت از زبون من که من نگفته بودم. خب گفت تو هم مسابقه که با آقای فرودی کرد، گفت محسن افشانی گفته که اگر برن با اون پول خونه بخرن چی، در صورتی که من اصلا همچین حرفی رو نزدم. ولی نکته جالبیه، اگر پیش از حالا اگر حین مداوای فرزندشون یه خونه ای هم از این گوشه کنارا به هر شکلی خریده باشن، نه اینکه برن از اون حساب مستقیم کارت بکشن که مشخص باشه این پول از حساب هلما رفته تو حساب مثلا یا آقایی که خونه رو بر اساس اون مبلغ بهشون فروخته، اون پول تبدیل به نمیدونم پول نقد بشه، کش بشه، بره هر چیزی. گوش کن اینجوری ادای کلافه ها رو در نیار، به حرف منم گوش کن. درسته یه عالمه سوال داری، منم به نکته‌ای که رسیدم دارم میگم. اون پول تبدیل به یه خونه بشه، یه ماشین بشه، ولی در بررسی و روشنگری اون پولی که از اون حساب خارج شده مشخص نشود، هیچ جوره هیچ کس هم نتونه ثابت کنه که اون پول رفته تبدیل به خونه شده یا تبدیل به ماشین شده. بگم مثلا از اون 400 میلیونی که مردم ریختن الان 50 میلیونش تو حساب مونده. با سعی بکنم که ملت رو، اما اصلا قصدم تخریب شما نیست، خودت بهتر از من این قضیه رو میدونی توی مسائل. تو مردم که با من توی نیم ساعت 40 دقیقه کردی، توی این ساعتی داریم صحبت می‌کنیم، از کلام من چیزی فهمیدی که من کلاهبردارم، من رو اون پول دست گذاشتم که بخورمش؟ کاری می‌کنیم آقا. میخوام یه چیزی شما بگم. ببینید بحث این که اون خانواده پولو بخواد بره ماشین و خونه بخره، آقای افشانی جون بچه‌شه. یعنی قبول دارم، ولی اگر بدون این بچه‌ش عمرش به دنیا نیست چی؟ اگه شما عمرت به دنیا نبود چی؟ گوش کن ببین، با خود من جواب نده. من الان بیمار نیستم، ممکنه همین یه دقیقه دیگه پله بیفتم بمیرم. گوش کن، یه وقت دکترها از یکی قطع امید میکنن، میگن آقای امین فردین دور از جونت، تو تا یه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، برو هر کاری میخوای بکن، ددلاین داری دیگه، میدونی تا یه ماه دیگه زنده ای. 99% بیماران مبتلا به SMA تیپ 1 میدونن درمان پذیر نیستن، پس برای چی 5 میلیارد جمع شد تو حساب خانواده هاشون؟ در صورتی که این دارو مجوز سازمان غذا و دارو رو نداره. به دوستان همین فردا برو یه NGO بزن.
به قرآن دوست دارم، ولی بر اساس این حاشیه الان ملت میگن محسن افشانی فردا رفته خیریه زده که توش کلاهبرداری کنه. ببین این من دارم نظر مردم مستقیم زیر کامنتام میبینم، تو دایرکتام میبینم، ناراحتم. کاری به اون بخش با شخصیت مثبت و کامنتاشو بستی ها. ببین دیشب من آره خب فوش میدن بی دلیل، من نمیدونم چرا، مثلا من یه عکس متفرقه هم میذارم فوش میدن، اشکال نداره، تربیت خانوادگیشون نشون میدن. اما به قرآن دیشب من با یکی از دوستام، ببین الان مهشید خسروی و اشکان درویشی هم متهم شدن به کلاهبرداری. خانم بحثشون وله، خب به هر حال اون بحث اون آره دیشب هم دیگه یه جا دیدیم، زوجی نشستیم، شامی هم خوردیم، تو رستورانشون رو رفتیم. من از شرایط زندگی مهشید خسروی خبر دارم، اصلا به 1000 تومانی از اون پول نیاز نداره. من میدونم پدر ایشون چیکار است، من میدونم چقدر مال زیر دستش، به قرآن ازش دفاع نمیکنم، ولی ناراحت میشم وقتی مردمی که نمیدونن میان برای سوء استفاده یا هر چیزی یا ویو یا کامنت یا هر چیزی میان خبر سو منتشر میکنن. تو این که خانم خسروی هم اشتباه کرده شکی نیست، چرا انجیو نزده، ولی دیشب بناش این بود که ببین درخواستشون رو خیلی وقت پیش دادن و دارن انجام انجیو دارن میگن، هیئت امنهشون رو مشخص کردن، گفتم من خیلی دوست دارم با اگر انجیو تو شکلی با شما همکاری کنم، چون ما میگیم حداقل از ظرفیت صفحمون، ویومون، بازدیدمون یه استفاده خیر بکنیم. این که ما شخصی طرف شدیم فقط اسم بدش برای ما موند. اگر نه مهشید خسروی به قرونی از اون پول نیاز داره که اون دوستانی که براش حاشیه درست کردن اومدن یه بخشی از صداشون رو منتشر کردن و عنوانی روش گذاشتن، خودشون و خدای خودشون و قیامت خودشون، نه اون کسایی که در مورد من قضاوت کردن. به هر حال من خودم توی ایران انجیو داشتم، با عرضم به حضور شما که وزارت ورزش جوانان که اون موقع بحث این انجیو ها اون موقع خیلی مطرح بود، تقریبا فکر می‌کنم سال 88 بود، من 87 بود من انجیو زدم. ببین انجیو زدم همه اون موقعش من می‌دونم بازرس داره، نمی‌دونم حساب کتابا میدونم بازرس داره. شما اگه 1 میلیارد هم بیاد تو حسابت، سنت به قول حالا سنت به سنت ریال به ریالش رو میان کنترل میکنن بازرسا و اینجوری نیست که بکنی پولی میاد. حالا همین قضیه‌های علی دایی و 4 تا بازیگر دیگه که حسابشون مسدود شده، مردم بیخبر بودن که فقط گفتن 4 تا بازیگر اسامیشون رو نیاوردن، اما یکی از اون کسی که حسابش مسدود شد آقای علی دایی بود دیگه که 2 هفته پیش حسابش داد مسدود کرد. اونم به خاطر این بود که حسابش مسدود می‌کردن، گفتن آقا بریز تو حساب ما بریزیم. اینم به نظر من قضیه کمیش و خنده‌داری است. دیدن آقا جو مردم به نیت علی دایی پول جمع کردن، ولی اگه می‌خواستن برن به کمیته امداد بدن خب می‌رفتن تو حساب کمیته امداد یا مثلا. من با حرفت مشکل دارم. ببین من وابسته به هیچ ارگانی نیستم که بگی الان دارم ازش دفاع میکنم، چون من ورود کردم به این قضیه به قرآن اشتباهه. اگر آقای علی دایی یا من میخوایم خیر کنیم، بیایم بگیم بسم الله مام هستیم، مام کنار تیم هلال احمریم، مام کنار تیم کمیته امدادیم. مردم بی‌اعتماد شدن به نهادهای خدماتی، چرا باید صندوق صدقات بکنن ملت آمد نیوز و مسیح علی نژاد حال کنن؟ این چه کاریه؟ شما فکر می‌کنید اگر یه روزی پایه این نظام برچیده بشه، اونایی که اونور نشستن میان تشکر کنن از اینایی که حجابشون رو برداشت نشده چهارشنبه‌های سفید که الان تو ان؟ حالا من بحثی با اینا نگو بحثی در مورد اینا بحث کنیم، چون یه بخشی از اینا نه به ما میرسیم، حالا کم کم میرسیم امیدوارم که به در خصوص خانم مهشید خسروی که یه مددکار هستن و شما میشناسیشون، ایشون اومده توی فایل صوتیش به یه نیازمند گفته بود گداگشنه. خب مکالمه‌اش هم هست. آخه شما به چه حقی برمی‌داری؟ من به بی‌ادبی پذیرفته نیست. خانم مهشید خسروی میدونه، من هنوز تو کانالم بهش نپرداختم که فعلا چون درگیر سایت شرطبندی خیلی داره این قضیه داغ میشه سر قضیه‌های جهانی داریم این قضیه رو میگیم. ولی خب خانم مهشید خسروی هم کم نذاشت، یه بنده خدایی گفته گداگشنه، این هم خودش جای سوال داره و بی‌ادبی مطلقاً قبول نیست، قبول دارم، ولی باز من به جان مادرم در جریان اون 3 تا خواهر برادر هستم، همون توپولا به قرآن هستم. چرا چیز دیگه ای منتشر نشد؟ همون یه تیکه‌ای که گداگشنه و خفه شو اینا منتشر شد. اصلا موضوع خانم مهشید خسروی و اشکال به من ربطی نداره جز رفاقتمون. به بی‌ادبی هم یه کلمه‌ش هم بده. 100%. اصلا بی‌ادبی اون توهینش هم بده، نه فقط فحش، توهینش هم بده، قبول دارم، ولی یه جایی به آدم فشار میاد، مثل منی که بهم فشار اومده، ما داریم کار خیر میکنیم. مهشید خسروی رو من میدونم یه وقتایی پول استاپ ندارن برن بیان، ولی مردم میگن چی اینا دزدن کلاهبردارن. مهشید خسروی شاهین بله به قرآن مجید یه وقتایی همون موقع پول نداشتن برگردن، آژانس گرفتن اومدن در خونه پول گرفتن. من میدونم چقدر ثروت دارن ها، من میدونم، شاید راضی نباشه اینا رو دارم میگم، به قرآن میدونم چقدر این آدم داره، نیاز نداره، دلسوزه، الکی دلسوزه، اندازه منم سر از قانون در نمیاره، به خاطر همین بیشتر بهش فشار میاد. من ناراحتیم از اینه. شاهین صمدپور یه حرف قشنگی زد،
گفت دارید یه کاری میکنید اعتماد مردم به داستانهای خیریه و کمک کردن سلب میشه. چرا باید یکی واسه لایک و فالوور بیاد 2 تا فوش بده 2 تا توهین کنه اسم یکی دیگه رو خراب کنه ببره زیر سوال که خودش لایک بگیره؟ بر اساس یه گزارش سو کلاهبرداری مهشید خسروی هم رو شد، کلاهبرداری محسن افشانی. یه عنوان دیروز در مورد خودم دیدم، محسن افشانی در حال مشروب خواری و کلاهبرداری. این برای تو خنده‌دار نیست؟ خب ببینید چه لیبلی روش میزنن؟ در حال مشروب خواری و یعنی همون لحظه داشتم کلاهبرداری میکردم. من خودم موضوعم رو بگم در خصوص شخص شما راجع به فیلمی که موقع فاضلاب نبود الان فاضلاب چون داره تبلیغات شرطبندی میکنه. ببینید بحثی که آقای ساشا صبحانی انجام داد و اومد یه دونه فیلم از شما منتشر کرد که تقریبا مردم اینو دیدن احتمالاً دیگه. که من روی موضوع دیگه بیشتر عکس این دوستمونو تو رو قرآن پخش نکنید خواهش میکنم. این بنده خدا آدم با آبرویه و نمیدونم چرا اصلا این آقای محمد جواد صبحانی، ساشا هم نیست، محمد جواد صبحانیه، چرا این محمد جواد صبحانی اومده؟ حالا ببین اصلا به قرآن دوستان مشترکمون همه میدونن اصلا اخلاقش اینه، اون تعارف با کسی نداره، بی‌دلیل به همه میپردازه. یه نکته بگم، من به ساشا اگه بخواد زیاد زرزر بکنه کل مشخصاتش رو ما اینجا داریم. حالا من فقط بعد یه تیکه برای این پاسپورتشه بنده خدا محمد جواد، حالا داریم ازش از این مدرک‌ها زیاد. حالا ببینید بحث این آقای افشان، برسیم به بحث رولازم. خب شما اومدید قضیه هلما رو روح‌الله زم و کانال آمد نیوز به واسطه این که برنامه پشت پرده کاور کرده بود. روح‌الله زم خب طبیعتا اون کسایی که منو میشناسن میدونن که کانال آمد نیوز و خبرنگار برنامه آمد نیوز معمولا خبر از رسانه من میذارن توی کانالشون و کاری هم ندارن، به نیت خودش و به تفکر خودش تیتر برمی‌داره، به تفکر خودش خبر برمی‌داره و به تفکر خودش وقتی دید این خبر داره درسته و دید آقا تقریبا داره همه چیز میخوره با تفکرات خودش تیتر زد و شما بلافاصله اومدی یه دونه ویدیو منتشر کردی و اومدی گفتی خانوم زن فلان و اینا و بعد از اون اتفاق جالبتر افتاد. شما اومدی یک برنامه به اسم آنتی معاند رو ساختی و شروع کردی به آقای زن به واسطه دوستیتون تو سالهای 88 و قبل از اون که آتلیه داشتید با هم دیگه تو سعادت آباد و من جزئیاتش رو تقریبا به نسبت های زمان تعریف کرده بود میدونم و توی خیلی جالب بود این کلیپ. مثل این که من دارم سوال از شما میپرسم، خیلی انگار مثلا دو سه تا روانشناس، دو سه تا وکیل، انگار مثلا از یه دستگاه امنیتی شما خط گرفته بودی و این ویدیو رو ساخته بودی. من اینجوری دارم برداشت میکنم چون قشنگ به جان مادرم قسم بذار جوابتو بدم، به جون مادرم قسم تک و تنها بودم. سبیل پشت دوربین وایساده بود، بهش گفتم سبیل فقط ببین اون علامت رکورد قطع نشه، چون دوربین 5D یا یهو سی اف 4 میشه یا یهو قطع میشه بعد 8 دقیقه. به جان مادرم تک و تنها متن همین الان تو گوشی من هست دارم لایو میگیرم، تو نوت من هست، همه متنا رو خودم نوشتم. به جان مادرم به جان سبیل هیچ ارگانی دخیل نبوده. به حال زم توی ایران کم دشمن نداره، به بیشتر به تبع از دستگاه اطلاعاتی امنیتی. من فکر می‌کردم، حالا نمیدونم، من فقط دارم طرح سوال می‌کنم. مادر من از خدا من الان بیان به من بگن آقا بیا این پروندهش، گوش میدی همین فردی، از خدا من همین الان بگم بیان آقا این پروندهش، من برای مردم به دلیل موضع سیاسی ضد نظامی که داره من رو کنم. چون ببین خودت هم میدونی روح الله زم نمیخوام بیادبی کنم ولی زهر میزنه، نمیخوام بیادبی کنم ولی زهر میزنه. میدونی امثال روح الله زم به چه دلیلی دارن اونجا کار میکنن؟ روح الله زم، مسیح علی نژاد، همه اینا میدونی به چه دلیل دارن کار میکنن؟ آقای خصوص خانم مسیح علی نژاد من اسناد منتشر کردم که ایشون از BBG امریکا پول میگرفتن، $250,000 پول گرفتن، اسنادش هم موجوده و من یک مستند کامل راجع بهشون زدم. اما در خصوص آقای روح الله زم خب بنده با ایشون 2 ساعت و 15 دقیقه مصاحبه کردم. موضوعم این بوده، نه ایشون، هر کس دیگه اگر سندی وجود داشته باشه باید صحبتی صورت بگیره. درسته؟ آیا تا اینجاش قبول داری؟ خب من الان بیام از موساد اسرائیل 1 میلیارد گرفته، از MI6 انگلیس گرفته، از CIA امریکا هم گرفته، خب امیت ترکیه هم گرفته. نباید یه سندی وجود داشته باشه که من این حرفا ادعا رو بکنم؟ الان سندی میخوای که من گفتم آقای روح الله زم از موساد داره تطمیع میشه؟ اینو که دیگه همه جا گذاشتن. من ژورنالیست نیستم، تو ژورنالیستی.
من فقط خب میام حرفا رو جمع میکنم. من اگر تو این 3 قسمتی که تا الان پخش شده که 2 قسمتش مونده پرداختم به روح الله، تا الان فعلا به خودش گیر دادم، سوتیاشو از تو حرفای خودش درآوردم، از حالات صورتش درآوردم. من هنوز به داستانای پرونده‌های واقعیش نپرداختم و به جان مادرم از خدام یه جایی مثل اطلاعات سپاه بیاد بگه افشانی بیا این پرونده. من کارمه دیگه، من رسانه‌ایم، من ژورنالیست نیستم، من مجریم، من بازیگرم. یه چت منتشر کرده بود مثل که شما گفته بودید این قضیه برای من جنبه بیزینس داره از الان به بعد. ساختگی و لبخندم میزنه، ساختگی کامله. من اصلا با آیدی خودم با این آدم چت نکردم. این اومده آیدی منو نمیدونم از کجا پیدا کرده، اومده اون یه تیکشو بریده گذاشته کنار یه چت ساختگی که انگاری از این گوشی خودش با این گوشی خودش چت کرده، چسبونده کنار. آقای روح الله، اگه راست میگی همون موقع اسکرین رکورد کن. برو اسکرین رکورد واقعی‌تره دیگه، ساختگی نباشه. اسکرین رکورد کن، از روی همون چت من بیا بیرون، برو رو پروفایل من. درسته؟ کاری که شما تو کانال دیدم زیاد کردی، اسکرین رکورد میکنی که مشخص بشه آیا اون چت با آیدی من بوده یا نه. حرف منو میفهمی؟ میدونی چی میگم؟ اومده فقط یه عکسو گذاشته. مگه خودش نبود که جل کرده بود، فتوشاپ کرده بود عکس همسر اون مرحومه نسیم حشمتی رو گذاشته روی یه اعلامیه، نوشته بانو فهیمه مرادی رو تو بازداشتگاه کشتن سر جریانات گراویش پاسداران. احمق نمیدونست اون عکسی که از گوگل برداشته عکس زن قبلی بنیامین بهادریه، مرحومه نسیم حشمتی، گذاشته رو اعلامیه، گفته در جریانات بوستان هفتم و چیچی گلستان هفتم این فهیمه مرادی رو کشتن. یه عکس هم برداشته از خبرگزاری تصمیم سال 94 تو درگیری‌های ترکیه، خانومه که اون مثلا تو جماعت افتاده زمین رو گذاشته کنار اون، گفته ببینید کشتنش. مضحک نیست؟ من تو کانالم گذاشتم 3 تا از دروغاشو تا الان گذاشتم، 3 تا از اخباری که جعل کرده رو گذاشتم. خب به هر حال ببینید به هر حال من به هر حال ازش نگذر. تو ژورنالیستی میدونی، نگذر ازش، نگو به هر حال. میدونی داره سندسازی میکنه، میدونی داره جعل میکنه. من سردبیران آمد نیوز رو میشناسم به تبع کارم و مصاحبه‌ای که باشون کرده بودم قبل و تا الان، و خود آقای زم و اطرافیانش و خبرنگارا ایشون رو در کشورهای مختلف، حالا شاید به واسطه کاری که دارن و کار امنیتی که دارن میکنن شاید جونشون در خطر باشه، من اجازه نداشته باشم بگم. ببینید میدونن که من دشمن دوست داشتنی آمد نیوزم. خود آقای زم این قضیه رو میدونه. بهش هم گفتم هر جایی من از شما انتقادی داشته باشم، مستند و برگه داشته باشم میگم. درسته؟ خود آقای اعظم هم این قضیه رو قبول کرده از من. و بله بارها از من انتقاد کرده و منم بارها از ایشون انتقادم کردم، بارها و بارها شده. ولی اینکه مثلا بیایم مثلا یه تیکه حالت صورت رو ورداریم مثلا ادیت بکنیم، من فکر میکنم که این بیشتر مثلا انگار آدم تفکر من فوشه، یه سبب مخاطب فوشه. اگر اون اسمش رسانه یا آمد نیوزه، چرا میاد خبرسازی میکنه که آبروی خودش بره زیر سوال؟ اگه واقعا به فکر مردمه، چرا میاد جعل میکنه که دستش روشه؟ چرا این کارا رو میکنه؟ مگه رسالت خبر به صحت اون خبر نیست؟ شون پاسخگوش. درست. ولی خب نرم نگذر. منم احساس میکنم الان شما با آمد نیوز دست توی کاسه است. این که من تا در مورد زم یه چیزی میگی حالا من تو اون دخالت نمیکنم، احساس میکنم داری جانبداری میکنی. اگه ژورنالیستی نظر واقعی خودتو بگو. ببین من آقا یکی مثل روح الله زم نظر واقعی ما پرداز نیست. ببینید من نظر واقعیمون سر قضیه بدل آقای خامنه‌ای، خب دیگه از این بالاتر که دیگه نداشتیم دیگه. اومدن گفتن یا آقای میرطاهری بوده و انتقاد مستقیم کردن. گفتم آقای زم شما میگی که قد 60 سانت کوتاه‌تره. بعد به خودش هم گفتم بابا این کدوم عقل و منطقی میگی که قد شخص رو میتونه روی ویدیو تشخیص بدی؟ به نظر من این خیلی چیز تابلوئیه. نه اصلا ببخشید دستگاه امنیتی اینقدر ضعیفه که بیاد یه بدلی مثلا برای آقای خامنه‌ای بذاره که قد و وزن و ایناشون به هم نخوره. اصلا بدل من نمیدونم این خبرسازی‌ها برای چیه، فقط به خاطر سست کردن ایمان مردم به کشورشونه. آقا شما این از وضعیت معیشت ناراحتی، منم ناراحتم. اگر من وایسم زیر پای خودم رو سوراخ کنم هممون میترکیم. اونی که ور میداره گوشیشو میگه دوربین ما، اسلحه ما، مسیح النژاد داره بابت این پول میگیره که از اتفاقات مثلا عجیب غریب ایران سند داشته باشه. شما میدونی یکی از دلایل فیلتر شدن پوکمون توی یه سری از کشورها چیه؟ بازی پوکمون گو رو که میشناسید. درسته بله. بازی پوکمون میدونی؟ یه بازیه که تو با دوربین روشنت داری از جای دنبال حیوان میگردی. خب اون قضیه این پشت چه منطقیه؟ سند صحبت بکنم. این قضیه که آقای افشانی بهش اشاره کرده بود این عکس بود که میگفتن که اشتباه آقای زم اومده بوده، آگهی چاپ شده بوده که
گفته بودن که ایشون فهیمه مرادی بود. بود. برداشته عکسو گذاشته که روی یه اعلامیه ساختگی به اسم خانم فهیمه مرادی، گفته نگاه کنین این خانمو گشتن. مثلا احساسات مردم هم جریه دار کرده. عکس بچه‌ش هم بغلش. بارانا بهادریه. بله. درست. خب که بیا شما هر جا هر اتفاقی افتاد یه دوربین دست بگیر، از این فیلم بگیر، از اون فیلم بگیر. خانم محترم، آقای محترم، من هم به حجاب اجباری ایراد دارم. من خانمم حجاب دوست نداره، ولی ما داریم تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم.